سلام عرض میکنم خدمت همکاران گرامی. دکتر قویزی هستم، متخصص پروتز و ایمپلنت و هیئت علمی دانشگاه بهشتی. مبحث پروتزی که امروز من در خدمتتون هستم دو قسمت هست. یکی در مورد قالبگیری هست، چون قالبگیریش متفاوت هست از قالبگیری دندان، و یکی انتخاب اباتمنت که ما باید این قدرت رو داشته باشیم که بعد از اینکه قالب رو گرفتیم بتونیم بیمار رو منیج کنیم تا انشالله کار رو گلیز شده در داخل دهان بیمار نصب کنیم. در مورد مبحث پروتز، برای اینکه وارد مبحث قالبگیری بشیم، من همیشه ابتدای صحبتم میام یه تقسیم بندی در مورد پروتز متکی بر ایمپلنت باید اینو ما تفکیک بدیم با پروتزهای متکی بر دندان و شباهت‌ها و تفاوتاشو بگیم که بتونیم یه درک صحیحی از پروتزهای متکی بر ایمپلنت داشته باشیم. من همه صحبتم روی پروتزهای ثابت هست، امروز مبحثمون متحرک نیست. روی پروتزهای ثابت متکی بر دندان ما یک مدل پروتز بیشتر نداشتیم و اون این بود که ما باید این دندون رو تراش میدادیم، قالب میگرفتیم، فریم امتحان میکردیم، پرسلن و در نهایت به بیمار تحویل میدادیم و نحوه اتصال پروتز ما به دندونمون فقط از طریق سمان بود. پس اصطلاحی به عنوان اسکرو تایپ ما نداشتیم، فقط سمنت تایپ بود. ولی در پروتزهای متکی بر ایمپلنت یه راههای میانبری هم وجود داره که در جاهایی که ما مشکلات، حالا تک تک اینها رو ما با هم صحبت میکنیم که محدودیت هایی داریم، این انواع مختلف پروتز ثابت میتونه به داد ما برسه و کمکمون کنه. پس همون ابتدا اگه ما بخوایم یک تقسیم بندی از پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت داشته باشیم، به دو دسته تقسیم میشن به صورت سمنت تایپ و اسکرو تایپ. خود پروتز سمانت شوندمون بر اساس نوع اباتمنتش باز هم اینها دو دسته تقسیم میشن، یا سالید اباتمنت که اباتمنت های قطعی هستن، یا ترانس اسکرو اباتمنت یا دوال اباتمنت یا اباتمنت های دو قطعی. خود اینها به دو دسته تقسیم میشن که در قسمت اباتمنت در موردش صحبت میکنیم. خب حالا مرز تقسیم بندی اسکرو تایپ و سمنت تایپ اگه بگیم مثلا به چه صورت هست، یکی از مرزهایی که به ما کمک میکنه که به کدوم سمت ما گاید بشیم، یکی فضای اینتراوکلوزال هست. حداقل فضای اینتراوکلوزال، یا بهتره دیگه نگیم فضای اینتراوکلوزال، بگیم CHS. اینکه ما کراون هایت اسپیس، یعنی اینکه ما چه میزان فضا برای پروتزمون در پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت نیاز داریم. CHS مون حداقل باید 8 میلیمتر باشه. این 8 میلیمتر توی پروتز ثابت میگفتیم طول تاج کلینیکی، ولی اینجا میگیم کراون هایت اسپیس مون تعریفش از لبه کرست استخوان تا پلن اوکلوزال یا سطح اوکلوزال فک مقابل، و در دندونهای قدامی از کرست استخوان تا لبه انسیزال هست. این CHS رو اینجوری تعریف میکنن. میزان CHSی که در پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت حداقلی که نیاز داریم 8 میلیمتر هست. حالا این 8 میلیمتر محاسباتش به چه صورت هست، یعنی این عدد رو ما چجوری بهش رسیدیم؟ حداقل میزان اباتمنتی که ما لازم داریم که بتونیم از ساختار اباتمنت ما ریتنشن و رزیستنس بگیریم تو پروتز ثابت، که همتون حالا هم توی دانشگاه این کتابا رو خوندید، هم توی کارتون دارید از تراش دندون از همین اصول پیروی میکنید. و اینکه ما حداقل ارتفاع اباتمنتی که ما میتونیم داشته باشیم 5 میلیمتر هست. اگه کمتر از اون باشه ما مجبوریم بیمار رو بفرستیم برای CL، یا اینکه فورسی رابط کنیم. بعد حالا CL اصلاحی کاری ندارم، منظور این که ما اباتمنت تراش خوردمون حالا یا کاملا دنتینه یا کرمتریاله یا پست ریختگی هرچی هست، من میگم اباتمنت منظورم دندون تراش خورده است. اون حداقل ارتفاع اباتمنت من باید 5 میلیمتر باشه. اگه کمتر از اون باشه بیمار دائم کراون به دست میاد مطب و ما هی متوسل به سمانهای مختلف میشیم. این سمان نشد، سمان رزینی، هی زنگ میزنیم به همکارا چیکار کنیم، ولی در اصل ما تراشمون رو اشتباه دادیم، ما اون اصول رو رعایت نکردیم. پس ما باید حواسمون باشه حداقل ارتفاع اباتمنتی که ما میتونیم از خود اصول تراشمون، از ساختارش، ریتنشن و رزیستنس کافی رو به دست بیاریم، حداقلش 5 میلیمتره. 1 میلیمتر هم میگیم حداقل کراون متریال هم هست، یعنی حالا شما چه PFM کار کنید چه PFZ، یه حداقل 1 میلیمتر فضا لازم دارید. مثلا اگه PFM باشه 3 دهم فلز نان پرشستون، حداقلش هم 7 دهم
ضخامت پرسلنتون باشه، شما 1 میلیمتر حداقل فضایی که نیاز دارید برای کراون متریالتون. 2 میلیمتر هم بیولوژیکال ویتسمون هست که شامل جانکشنال اپیتلیوم و کانکتیو تیشو هست. پس ما این 2 میلیمتر بیولوژیکال ویتسمون هست، 5 میلیمترمون اباتمنته و 1 میلیمترمون کراون متریال هست. همه اینا دست به دست هم میده، میشه 8 میلیمتر. اگه ما این 8 میلیمتر رو داشته باشیم به صورت عادی و به صورت کاری که توی پروتز ثابت انجام میدادیم، با همون کانسپت پیش میریم و کارو به بیمار تحویل میدیم. ولی اگه دیگه محدودیت فضا و حالا محدودیت‌های دیگه‌ای داریم، میریم اصلا کانسپت پروتزمون رو عوض میکنیم. و همیشه بچه‌ها شما باید تو ذهنتون باشه که این طرح درمان پروتز قبل از جراحی ما باید به بیمار این طرح درمان رو بدیم، نه اینکه جراح جراحی بکنه بعد ما سورپرایز بشیم که چیکارش کنیم. چون گاهی اوقات قرار دادن ایمپلنت از لحاظ لوکیشن، انگولیشن، تیلت مزیودیستالی با کلینگوالی همه تحت تاثیر پروتزمون هست، تحت تاثیر اون اسپیسی که ما داریم. حالا من همه اون نکات پروتز و جراحی رو نمیخوام تو این یه دونه اسلاید بهتون بگم، آروم آروم اینا رو میگم که کاملا تو ذهنتون جا بیفته. فقط من همیشه این تو ذهنم باید باشه که طرح درمان پروتز قبل از جراحی، قبل از اینکه با بیمار دست بزنیم، باید طرح درمان کاملی رو در اختیار بیمار قرار بدیم. چون بعد از اون شاید این محدودیت‌ها، حالا از قبل و بعدش همین محدودیت‌ها بوده، ولی وقتی شما با بیمار مطرح نمی‌کنید، این بیمار اینو به قصور کار شما اینو میندازه، یعنی فکر میکنه شما در حقش کوتاهی کردید، شما اشتباه تشخیص دادید، طرح درمان شما اشتباه بوده. ولی اگه قبل از اینکه شما به بیمار دست بزنید همه این نکات و محدودیت‌های داخل دهان رو بهش بگید، کاملا میپذیره و تا آخر راه باهاتون همکاری میکنه. خب حالا ما بیمارمون جراحی کردیم، میخوایم ازش قالب بگیریم. اولین چیز ما باید متریال خوبی داشته باشیم که از چه متریالی ما در کنار دستمون باشه. حالا قطعات رو معرفی میکنیم، متریال هم باید باشه که به کمک این دو ما بتونیم یه قالب دقیق از بیمار بگیریم. یعنی من امروز نمیخوام در مورد طرح درمان با شما صحبت کنم، فقط یه گایدلاینی میخوام بهتون بدم که از کجا شروع کنیم. خب ما طیف وسیعی از مواد رو تو بازار داریم، از پلیس سولفایدها، سیلیکون‌ها، حالا افزایشی تراکمی، پلی‌اترها. همه این مواد در اختیار ما قرار دارن با برندهای مختلف، اسمای تجاری مختلف و تبلیغات مختلف. ولی حالا مطالعات که در این زمینه انجام شده، چه از لحاظ ثبات تغییرات دائمی و چه از لحاظ تغییرات ابعادی، کمترینش توی سیلیکون‌های افزایشی هست. و چون ما نسبت قطعات نسبت به هم، تغییرات قطعات نسبت به هم برای من خیلی مهمه، شاید سیلیکون افزایشی بهترین ماده‌ای باشه که من بتونم در زمینه قالبگیری پروتزهای متکی بر ایمپلنت انتخاب بکنم. ولی حالا برند و نام تجاریش و اینا رو من نمیخوام بحث کنم، ولی از لحاظ اصولی سیلیکون‌های افزایشی از لحاظ دوام و تغییرات ابعادیشون از همه دقتش بالاتر هست. خب من میخوام قالبگیریمو شروع کنم. شما توی قالبگیری به چه چیزی توجه میکردید؟ این که شما میومدید دندون رو تراش میدادید، بعد میومدید یه بار پوتی میگرفتید، بعد میومدید واش میگرفتید. چرا این کار رو انجام میدادید؟ به خاطر اینکه این اعتقاد ما داریم پوتی جزئیات رو ثبت نمیکنه، پوتی فقط میاد استاک تره منو تبدیل میکنه به تره اختصاصی، بعد با واشی که من میدم تمام جزئیات سطح دندون تراش خورده من ثبت میشه. و قرار این قالبی که شما از دندون میگیرید تبدیل به دای گچی بشه، یعنی تکنسین میاد این قالب شما رو با گچ میریزه، بعد جزئیات سطح دندون شما روی دای گچی ثبت میشه و همون رو دیچ میکنید و ادامه میدید. پس تمام اینا وابسته به این هست که شما قالبگیریتون دیتیل همه چی درست ثبت شده باشه. ولی خب ایمپلنت اینجا یک کمکی به من کرده و شاید اون وسواس و اون دقتی که توی دندونها دارم اینجا دیگه کمتر بهش توجه میکنم. ما قالبگیری ایمپلنت رو به 2 دسته تقسیم میکنیم، یکی اباتمنت لول، یکی ایمپلنت لول. اباتمنت لول همون دندون تراش خورده شماست، یعنی اینکه شما اون اباتمنت، اون دندون تراش خورده ای که تو ذهنتونه، روی ایمپلنت میبندید و قالبش رو تا ته میگیرید و همه کاراش، ادامه کارش عین پروتز دندانی هست، هیچ فرقی نمیکنه. ایمپلنت لول این جدیده، یعنی توی قسمت پروتز ثابت ما هیچ وقت با این قسمت مواجه نبودیم.
برای این قسمت ایمپلنت لول یعنی ما اصلا کاری به دندون تراش خورده نداریم، از همون فیکسچری که جراح داخل استخوان کار گذاشته من میام اونو قالب میگیرم. حالا به چه روش؟ اوپن تری، کلوز تری. یه اصطلاحی شما اینجا میبینید تحت عنوان آنالوگ. آنالوگ چیه؟ بچه‌ها یادتونه من بهتون گفتم وقتی شما قالب میگیرید تمام اون دقت شما، جزئیاتی که شما توی قالبتون یعنی متریال کمک کرده که جزئیات دندون تراش خورده رو شما ثبت کنید، قرار تبدیل به دای گچی بشه. یعنی اگه یه جا حباب زده، یه جا خوب ثبت نکردید، همون تبدیل به دای میشه. ولی تو قالب گیری ایمپلنت یه اصطلاحی هست به عنوان آنالوگ. آنالوگ معادل لابراتواریه. یعنی شما اون اباتمنت فلزی که داخل دهان بیمار میبندید، سفت میکنید و میخواین قالب بگیرید، توی قالبتون این تبدیل به گچ نمیشه. توی قالبتون شما آنالوگ رو جا میندازید. یعنی همون اباتمنتی که داخل دهان بستید عین همون رو کارخونه با همون جزئیات با همون دقت طراحی کرده، به صورت پرفاب در اختیار شما قرار داده. یعنی چیزی نیست که شما مدل اون رو روی اون اباتمنت آنالوگ در بیارید، نه، اینا طراحی شده است. یعنی مثلا میگم شما اباتمنت انتخاب میکنید با طول 5 میلیمتر، قطر مثلا 3.5، عین همونم باید آنالوگش رو خریداری کنید که وقتی اونو میبندید آنالوگش رو جا بندازید تو قالبتون و بفرستید لابراتوار. توی ایمپلنت لول هم به همین صورت ما ایمپلنت آنالوگ داریم. بالا بهش میگن اباتمنت آنالوگ، پایین میگن ایمپلنت آنالوگ. یعنی اینکه من از دهانه فیکسچر که قالب میگیرم عین همون با همون مشخصات از همون کارخونه‌ای که از همون سیستمی که من ازش خریداری کردم، آنالوگش هم من باید بخرم. و دیگه من قرار نیست که اگه از دهانه فیکسچر قالب گرفتم اون تبدیل به گچ بشه، نه، من آنالوگش رو میفرستم لابراتوار و همون اون دابلیکیت میشه و ادامه میدید. پس تا آخر صحبتامون ما کلمه آنالوگ رو زیاد به کار میبریم. از الان تو ذهنتون باشه آنالوگ معادل لابراتواری چیزی که داخل دهان بیمار هست. هیچ وقت آنالوگ ها تحویل بیمار داده نمیشه. آنالوگ فقط روی کسته و چیزی که توی لابراتوار ما روش کار میکنیم. خب اولین قالبگیری ما چیه؟ اباتمنت لول ایمپرشن. یعنی ما میخوایم از رو سطح اباتمنت قالب بگیریم. اگه از سمت چپ تصویر ما شروع کنیم، این ایمپلنتیه که داخل استخوان گذاشته شده. این اباتمنت اصلی من هست که من میخوام داخل دهان بیمار ببندم و دیگه بهش دست نمیزنم. این ایمپرشن کوپینگ من هست و این آنالوگ، اباتمنت آنالوگ من هست. بچه یه اصطلاح دیگه هم الان شما اینجا شنیدید، ایمپرشن کوپینگ. ایمپرشن کوپینگ ما توی پروتز ثابت نداشتیم. پس من با یه آنالوگ مواجه شدم. آنالوگ قرار ما این شد که اون فقط توش کارهای لابراتواری انجام بشه. اما ایمپرشن کوپینگ چیه؟ ایمپرشن کوپینگ وسیله قالبگیریه. هر جا ما میگیم ایمپرشن کوپینگ اوپن تری، کلوز تری، اباتمنت لول، ایمپرشن کوپینگ مثلا بال اتچمنت، لوکیتور، اینها همه فقط وظیفهشون قالبگیریه. یعنی میاد کمک میکنه اون دیتیل سطحی که روی اباتمنت شما هست، من اینو روی این قرار میدم و خود این داره تمام این دیتیل رو برای من نگه میداره و نهایت امر این آنالوگ میره داخل این میشینه. حالا اسلایدای زیادی داریم، هم به صورت اسلایدای بیمار هست، بیمارای مختلف هست که با هم میبینیم و با روشش آشنا میشیم که به چه صورت اینها رو هم دیگه تنظیم بکنیم. خب حالا یه دونه قالبگیری سطح اباتمنت مراحلش رو استپ بای استپ میبینیم، بعد حالا کارهای لابراتواری، انتخاب اباتمنت، همه رو با هم پیش میبریم. شما این فکر کنید یه همچین بیماری ایمپلنتاشو گذاشته و مراجعه میکنه برای قالبگیری. سر ایمپلنت ها شما یه کاور اسکرو دارید و این به صورت سابمرج هست، یعنی این آماده کار قالبگیری و پروتز نیست. جراح چیکار میکنه؟ این کاور اسکروهایی که حالا توی اسلاید ما به رنگ سبز هست، جراح باید این کاور اسکروها رو خارج کنه و هیلینگ اباتمنت ببنده. هیلینگ اباتمنت وسیله‌ای هست، یک پیچی هست، ما به اصطلاح به بیمار میگیم این در پوش ایمپلنتته. این چیکار میکنه؟ هیلینگ اباتمنت میاد سافت تیشو رو برای من منیج میکنه، سافت تیشو رو برای من فرم میده. یعنی من با قطر و طولای مختلف بر اساس ضخامت بافت نرم و بر اساس اینکه این قراره چه دندونی بشه از قطرها و ارتفاعات متفاوتی استفاده میکنم که سافت تیشو رو برای من فرم بده. برای شروع کار پروتز بیمار با این شرایط میاد پیشتون، یعنی بیمار هیلینگ اباتمنت داره.
شما این هیلینگای بیمار، هیلینگ اباتمنت های بیمار رو باز میکنید. بچه یادتون باشه تمام این مراحلی که من دارم براتون توضیح میدم همه رو با دست باز و بسته میکنید. اینجا هیچ ترکی، نیوتونی، رچتی، هیچی استفاده نمیکنید. ما اینجا داریم با دستمون اینا رو باز و بسته میکنیم و وسیله اضافه استفاده نمیکنیم. خب ما کاری که میکنیم اینها رو باید با دست، با اسکرو درایور اینها رو باز میکنیم، خارج میکنیم و آماده میشه بیمار برای قالب گیری. من اباتمنت هایی که مد نظرم هست، حالا در مورد اباتمنت ها اینکه اسمش چیه دو قطعه جداگانه صحبت میکنم. اباتمنت هایی که مناسب بیمار هست انتخاب میکنم. اباتمنتی که مناسب بیمار هست یعنی چی؟ یعنی فکر کنید شما یا یک تک واحد یا دو واحد دارید کار میکنید، میبینید از لحاظ باکولینگوال، مزیو دیستال، از لحاظ اسپیسی که برای کراونتون لازم دارید، ناحیه استتیک، اون قسمتی که فینیش لاینش هست مثلا 1 میلیمتر زیر لثه است، همه اینا رو شما یه برآورد ارزیابی میکنید، میبینید که این ایدئاله و من الان مثلا تو کشوی مطبم یه اباتمنت مناسب این ناحیه دارم، میخوام ببندم دیگه، خودم رو به دردسر نندازم، ببندم و راحت انگار که این دندون تراش خورده داخل دهان بیمار هست، میخوام از این قالب بگیرم و هر جلسه دیگه به این دست نزنم، یه بار فریمش رو امتحان کنم، یه بارم پرسلنشو. من حوصله وازو بسته کردن اباتمنت ها رو ندارم به هر دلیلی. خب پس من با توجه به شرایط داخل دهان اباتمنت برای بیمار انتخاب کردم، 2 تا اباتمنت برای بیمار بستم. خب بهتون گفتم که وقتی ما این اباتمنت ها رو میبندیم ایمپرشن کوپینگ میذاریم، وسیله قالبگیری. ما تو پروتز ثابت وسیله قالبگیری نداشتیم، یه بار پوتی قالب میگرفتیم، بعد یه بار میومدیم با واژ جزئیات رو ثبت میکردیم. الان ثبت جزئیات به عهده ایمپرشن کوپینگ، یعنی این ایمپرشن کوپینگ من جزئیات سطح خارجی اباتمنت رو داره به کمک اون سطح داخلی خودش داره جزئیات رو برای من ثبت میکنه. یعنی اینا به صورت کارخونه‌ای طراحی شده که سطح داخلی این ایمپرشن کوپینگ مربوط به قالبگیری سطح اباتمنت این به صورت کارخونه‌ای کاملا طراحی شده که کاملا منطبق است بر اباتمنت من. و یکی از علامتاش که من بفهمم که درست سفارش دادم از لحاظ طول، قطر، ارتفاعش، این که ایمپرشن کوپینگ اباتمنت لول من کاملا کلیک میکنه و سر جاش میشینه، یعنی مطمئنم که من درست اینا رو سفارش دادم. برای این یکی اباتمنت هم همین کارو میکنم، ایمپرشن کوپینگ مربوط به خودش، حالا مثلا ممکنه هر دو یه رنگ باشن، یه شکل باشن، بعد حالا مثلا میگم حالا این مال کمپانی ایکس به رنگ سبزه، یه کمپانی دیگه به رنگ توسیه، اینا مهم نیست. مهم که شما قدرت کاتالوگ خوانی رو داشته باشید، بدونید که اگه قالبگیریتون به صورت اباتمنت لول هست، قطعات قالبگیری و آنالوگ های مربوط به اباتمنت لول رو سفارش بدید. به این میگن قدرت کاتالوگ خوانی. بچه‌ها مثلا یه ایمپرشن کوپینگ تو ذهنشون هست، میرن سفارش میدن، ولی ما میبینیم که اون کانسپت قالبگیری با اون ایمپرشن با آنالوگایی که خریداری کردن هیچ کدومش با هم دیگه همخونی نداره. اول شما باید روش قالبگیریتون رو مشخص کنید، بر اساس روش قالبگیریتون قطعات سفارش بدید. خب قالبگیری من قرار شد این سطح اباتمنت باشه، یعنی اینکه من 2 تا اباتمنت مناسب برای بیمار خریداری بکنم، ببندم. اینجا بچه اینجا که من دیگه اباتمنت لول میخوام قالب بگیرم و برنامه‌ام به این نیست که دیگه اباتمنت ها رو باز کنم، فقط اباتمنت هامو بر اساس دستورالعمل کارخانه از 25 تا 30 نیوتن تا 35 نیوتن، هر کارخونه برای خودش یه تعریفی از سفت کردن داره، اینها رو من سفت میکنم و شروع میکنم به قالب گیری. پس من اینا رو سفت کردم، 2 تا ایمپرشن کوپینگ سبز رنگ رو میذارم. حواسم هست که اگه اباتمنت من یک لجی داره اینجا، به این لج میگن لج آنتی روتیشن، این لج منظورمه که رو سطح اباتمنت هست. بذارید منظور من تو این قسمت هست بچه، یه لجی شما رو سطح اباتمنتتون میبینید، این لجه باید شما رو گاید کنه که با اون لجی که روی ایمپرشن کوپینگتون هست بر هم منطبق بشه و کلیک کنه. حالا یکی ممکنه ازم بپرسه که این لج به چه دردی میخوره؟ بچه این حالت آنتی روتیشن داره. آنتی روتیشن تعریفش چیه؟ کجا به گوشتون خورده؟ توی ساخت پست گفتیم وقتی سطح مقطع کانال به صورت دایره‌ای باشه، حتما یه آنتی روتیشن توی یکی از دیوارهای کانال که دنتین ضخامت بیشتری داره، میام یه شیاری ایجاد میکنم که اون پستی که در نهایت ریخته میشه داخل کانال نچرخه، حالت ضد چرخش داشته باشه.
با توجه به اینکه طراحی اباتمنت ها به صورت استوانه‌ای و مخروطی هست، یعنی به صورت سیلندریکال و تیپر هست، احتمال اینکه روکش من روی یه همچین اباتمنت گردی به چرخه وجود داره. پس روی سطح اباتمنت یک لجی تعریف شده که مانع چرخش تکران من روی اباتمنت من بشه و این خاصیت آنتی روتیشن کمک میکنه برای قالبگیری که منو گاید کنه که ایمپرشن کوپینگمو در چه سطحی قرار بدم. پس من اباتمنتامو بستم، این آنتی روتیشن من مثلا اینجا در سطح باکاله ولی ممکنه در سطح مزیو باکال بیفته، لینگوال بیفته، فرقی نمیکنه، تو هر جهتی که بیفته و شما سفت کردید میاین ایمپرشن کوپینگ رو در همون جهت تنظیم میکنید، سفت میذارید، کلیک میکنید و آماده میشید برای مرحله بعد. مرحله بعد مرحله‌ای که شما استاک تری دارید و میخواین قالبگیریتون رو انجام بدید. شما قالبگیری گفتم که اینجا دیگه به صورت پوتی جدا واش جدا نیست. من پوتی و واشم رو همزمان با هم میگیرم چون ثبت دیتیل سطحی ایمپلنت من که اینجا اباتمنت هست به عهده من نیست، به عهده قطعات هست. پس پوتی واش همزمان رو میگیرم و روی این دوتا ایمپرشن کوپینگی که بستم و دهان کاملا آماده هست قالب رو میگیرم، ثبت میکنم کاملا سفت بشه و خارجش میکنم. این مرحله خارج کردن استاک تری هم از داخل دهان هست. خب تو این قسمت شما چی میبینید؟ بچه این ایمپرشن کوپینگ ها کلیک شد و روی اباتمنت قرار گرفت. توی اسلاید قبلی خدمتتون عرض کردم وقتی پوتی واش رو همزمان میگیرید خارج میکنید، این بدنه ایمپرشن کوپینگ ها رو اگه نگاه کنید اینجا یه آندرکات هایی براش طراحی شده که داخل متریالتون گیر کنه و همزمان در بیاد. یعنی وقتی شما تری رو برعکس برمیگردونید و داخل تری رو میخواین ببینید قالب گیریتون درست هست یا نه، دنبال چی میگردید؟ من دنبال این میگردم که ایمپرشن کوپینگ سبز رنگ من کامل تمیز واضح داخل متریالم گیر کرده باشه. تمیز و واضح منظور چیه؟ چیش باید تمیز باشه؟ یعنی اینکه هیچ فلشی از واشم داخل این نفوذ نکرده باشه. اگه هیچ چیزی نفوذ نکرده باشه یعنی قالبگیریتون کاملا درست بوده. اگه نفوذ کرده باشه چی؟ نشون میده که ایمپرشن کوپینگای شما حین قالبگیری حرکت کرده و باید کار رو دوباره تکرار کنید چون اینها که پیچ شونده نیست، کلیک میکنه. ممکنه یا ماده سفت شده باشه، شما دیر داخل دهان بیمار گذاشته باشید، یا اینکه نه حواستون نبوده، یه مقدار عمیق بوده فینیش لاینتون، یعنی ضخامت سافتیشوتون زیاد بوده. این اباتمنتی هم که انتخاب کردید یه مقدار دیپ بوده مارجینش و سافتیشو نذاشته که این ایمپرشن کوپینگ سر جاش بشینه و کلیک بکنه، و یا انقدر عمیق بوده حالا شما به خیال خودتون فکر کردید این سر جاش نشسته ولی سافتیشو اینو هل داده به سمت بالا. در هر صورت اگه مقداری از واش داخل ایمپرشن کوپینگ سبز رنگ من نفوذ کرده باشه یعنی قالبگیری از نو تکرار بشه، ولی اگه سطح داخلش دست نخورده باشه یعنی قالبگیری شما درست انجام شده. خب قالبگیری من همینجا تموم میشه؟ نه، الان من چیکار بکنم؟ یه تری دارم، 2 تا ایمپرشن کوپینگ سبز رنگ توشه. مرحله بعد شما باید آنالوگتون رو انتخاب کنید. اینجا من چون اباتمنت لول دارم کار میکنم، آنالوگ منم آنالوگ چی باید باشه؟ اباتمنت آنالوگ باید باشه. تو این اسلاید دارید نگاه میکنید اباتمنت آنالوگ، بازم این به صورت کاملا پرفاب طراحی شده بر اساس اون اباتمنتی که شما خریداری کردید، با همون مشخصات اباتمنت آنالوگتون رو انتخاب میکنید. گفتم که اباتمنت شما یه لجی داشت، ایمپرشن کوپینگ شما هم یه لجی داره و دقیقا همین لج روی اباتمنت آنالوگتون هست. دوباره این شاخص کمک میکنه، این لجی که اینجاست کمک میکنه روی این لج منطبق میشه و کلیک میکنه. وقتی کلیک میکنه مطمئن میشید که کار درست سر جاش نشسته، مثل این تک واحدی که شما توی سمت چپ دارید مشاهده میکنید و کامل سر جاش نشسته. الان این تو همین قسمت قالبگیری این کاملا سر جاش نشسته و اینم شما باید فشار بدید که سر جاش بشینه. بعد شما این کار الان آماده هست برای ارسال به لابراتوار. حالا من اون فکی که توش ایمپلنت گذاشته شده با مواد سیلیکونی قالب گرفتم، فک مقابلم و با آلژینات برای ثبت رابطه، حالا مونبایت یا مواد بایت رجیستریشن فرقی نمیکنه، یعنی فک بالا فک پایین ثبت رابطه. این آماده میشه
که کار رو بفرستید برای لابراتوار چیکار میکنه؟ میاد تمام این کست شما رو همه رو به صورت تک مرحله‌ای با گچ نمیریزه مثل قبل، یعنی همش با گچ ریخته میشد، بعد اینا اره میشد و دیچ میشد. اینجا نه، اطراف ایمپلنتتون رو یه ماده صورتی رنگ، حالا اینجا میگم صورتی رنگ فقط برای اینکه تو اسلایدا ببینید، حالا ممکنه رنگای مختلف هم باشه. این چیکار میکنه؟ میاد سافت تیشو رو برای شما دابلیکیت میکنه، بهش میگن جینجی ماسک، یه ماده سیلیکونی هست که تکنسین میاد اینو اطراف قسمت قالبگیری ایمپلنتتون، حالا اینجا به صورت اباتمنت لول هست، اینو دورش رو تزریق میکنه، بعد کل کار رو با گچ میریزه. الان کست شما به این صورت هست، این چیزی که در گوشه تصویر میبینید این جینجی ماسک، این کست گچیتونه و این دوتا اباتمنت آنالوگ هست، دقیقاً مشابه اون اباتمنت هایی که شما داخل دهان بیمار بستید و سفت کردید. خب این جینجی ماسک به چه درد میخوره؟ اگه همش گچی باشه، تکنسین برای اینکه برسه به فینیش لاین شما دوباره باید اینو اره کنه و دیچ کنه، ولی این سافت تیشو جینجی ماسک که یه ماده سیلیکونی هست، تکنسین خیلی راحت اینو میتونه برداره، فینیش لاین شما رو ببینه، کارو طراحی کنه، دوباره بذاره سر جاش که دسترسی به مارژین اباتمنت شما رو این داشته باشه. خب مرحله بعد ساخت فریمه، یعنی یه فول وکساپ میکنه، کات بک میکنه این قسمت رو به اندازه ضخامت پرسلن، یه فریم برای شما میفرسته که داخل دهان بیمار ارزیابی میکنید. بعد شما برای فریم هم دیگه اصول امتحان فریم و شما بلدید، از کانتکت و مارژین و نشستش و همه رو چک میکنید و اسپیستون هم برای پرسلن چک میکنید و انتخاب رنگ، امتحان پرسلن دیگه. این ادجاست کردن ها دیگه شما پروتز ثابت دیگه کم کمش توی دانشکده کار کردید و بیرون هم که حتما کار کردید دیگه، این کارا به صورت کانونشنال انجام میشه و داخل کلینیک اینا امتحان میشه و تحویل بیمار ما میدیم. خب این کیس کلینیکی هست که ما یه تک واحد دندون کانینه میخوایم قالبگیری انجام بدیم. اباتمنتش رو بستیم، فضاها رو بررسی کردیم با کلینگوال، مزیو دیستال، از لحاظ ناحیه این که استتیک زونه، مثلا اوور کانتور نباشه به سمت باکال، همه اینا بررسی شده، دیدیم این اباتمنتی که من الان دارم براش مناسب هست. حالا با مشخصات ایکس، مشخصاتش برام مهم نیست، من تکنیکش برام مهمه. من اباتمنت رو بستم، مثلا لجش تو این تصویر که دارید میبینید توی دیستو باکال افتاده، لج این اباتمنت من اینجا افتاده، هیچ فرقی نمیکنه، من این اباتمنت رو صفر میکنم و تحویل بیمار میدم. مرحله بعد چیکار باید بکنم؟ ایمپرشن کوپینگ، وسیله مخصوص قالبگیری رو روش میبندم که حتما باید کلیک کنه و در نهایت میام یه پوتی واش همزمان داخل دهان بیمار قرار میدم و بعد از اینکه صفر شد اینو از داخل دهان بیمار خارج میکنم. حتما برای من خیلی مهمه که زیر لایت، زیر نور یونیتتون حتما چک میکنید که داخل این ایمپرشن کوپینگ شما هیچ فلشی از واش داخلش نرفته باشه و کاملا تمیز باشه. مرحله بعد هم آنالوگ رو داخل این جا میندازم، آنالوگ اباتمنت رو داخل این جا میندازم و همراه فک مقابل و مونبایت میفرستم برای لابراتوار. اینم کیس دیگه هست که 2 تا اباتمنت برای بیمار انتخاب شده، صفر شده، تحویل بیمار دادیم، فضاها رو چک کردیم، مشکل خاصی نداره، میره برای قالبگیری. ایمپرشن کوپینگ های مخصوص این، حالا میگم با قطرهای مختلف شما تصمیم میگیرید، مثلا بریج 4x6 یا 2 واحد 5x6، یکی پرمولره یکی مولره، یکی اباتمنتش با مشخصات A، دومی اباتمنتش با مشخصات B انتخاب میکنم. مهم این که شما بلد باشید چجوری قطعه سفارش بدید. شما تصمیم میگیرید که با یه مشخصات A برای این دندون، مشخصات B برای دندون 6، خب ادامش چی؟ ادامش باید ایمپرشن کوپینگ های مخصوص خودش، آنالوگای مخصوص خودش تا بتونم کارو پیش ببرم. اینجا 2 تا ایمپرشن کوپینگ توسی و سبز برای بیمار انتخاب شده. داخل، حالا این نما رو میبینید که داخل دهان بیمار از روی لج ایندکسی که وجود داره این نشسته، کلیک کرده و در نهایت با یه پوتی واش همزمان من قالبگیریمو انجام میدم. فقط حواسم هست به این لجا به داخل ایمپرشن کوپینگ که هیچ چیزی نفوذ نکرده باشه.
خب حالا چیکار باید بکنم؟ 2 تا آنالوگ. حالا بچه تصویری که اینجا تو این 2 تا گوشه راست و چپ برای شما گذاشته، اینو تو دستش جا انداخته و این عکس رو گرفته، ولی شما قرار نیست تو دستتون اینو جا بندازید. شما باید داخل پوتی، داخل تره‌ای که ازش قالب گرفتید، داخل متریالتون اینا رو جا بندازید. یعنی باید حواستون باشه اباتمنت A باید بره توی مثلا ایمپرشن کوپینگ توسی، اباتمنت B باید بره تو ایمپرشن کوپینگ سبز رنگ. و این کارو من میفرستم برای لابراتوار. تکنسیانم چیکار میکنه؟ اول جینجی ماسک رو تزریق میکنه، بعد کاستو کامل میریزه و در نهایت با فک مقابل اینو مانت میکنه. بعد از اینکه مانت کرد دیگه بقیه کارهای لابراتواری به صورت روتین انجام میشه. تا اینجا قالبگیری من به صورت اباتمنت لول بود، یعنی من اباتمنت رو بستم و میخوام به صورت روتین کانونشنال کار کنم. مرحله بعدی ایمپلنت لول هست. این قالبگیریش برای شما جدیده، یعنی ما قبلا این کار رو انجام ندادیم. سطح اباتمنت بله قبلا دندون تراش میدادم و نخگذاری میکردم و قالب میگرفتم، ولی الان قالبگیری به صورت ایمپلنت لول هست. ایمپلنت لول به 2 دسته تقسیم میشه، اوپن تری و کلوز تری. یعنی بر اساس اینکه شما حالا اینجا به صورت تری اختصاصیه ولی ما میگیم استاک تری. خب تری که تو بازار وجود داره، تری غیر اختصاصی که همون استاک تری اسمشه. برای استاک تری بر اساس این که حالا فرقی نمیکنه چه تری اختصاصی چه استاک تری، فقط من این نکته رو میخوام بهتون بگم، بر اساس این که شما تریتون رو سوراخ بکنید یا سوراخ نکنید به 2 دسته قالبگیری ها تقسیم میشه، اوپن تری و کلوز تری. اوپن تری یعنی این که من تریم رو سوراخ میکنم و دسترسی به پیچ ایمپرشن کوپینگ هم دارم. کلوز تری یعنی نه، هیچ دسترسی من ندارم، یعنی باید ماده رو در بیارم بعد ایمپرشن کوپینگ رو در بیارم. این که چه تکنیکی بهتره دقیقتر کدوم رو انتخاب کنم مولتی فاکتوریال هست. این که در یک جمله بهتون بگم نه، گاهی اوقات بر اساس اینکه چه قطعه‌ای در دسترس شما هست. خب شاید شما الان فقط قطعات کلوز رو داشته باشید یا قطعات فقط اوپن رو داشته باشید یا با یه تکنیک راحت ترید. بر اساس تایم کلینیکتون، بر اساس شرایط داخل دهان بیمار، تعداد واحدها یا ناحیه قدام، ناحیه خلف. گاهی اوقات ناحیه خلف شما دسترسی به پیچ ندارید، یعنی نمیتونید همزمان که متریال داخل دهان هست پیچ ها رو شل کنید و کلش رو در بیارید. یعنی بر اساس محدودیت باز و بسته کردن دهان بیمار شما تصمیم میگیرید یکی از این تکنیک ها رو انتخاب کنید، ولی نهایت امر اینه که شما هر 2 تا تکنیک رو شما باید مسلط باشید که بتونید هر 2 رو استفاده بکنید در موقعیت مناسب. از هر 2 تا تکنیک بالاخره باید بهره بگیرید و استفاده کنید. خب اینا رو شما وقتی میخواین قطعش رو سفارش بدید توی کاتالوگ اصطلاح‌های مختلف و شکل و شمایل مختلف، رنگ‌های مختلف اینها دارن، ولی شما با کلیت کار باید آشنا بشید که اینکه من بتونم تشخیصی بین این 2 تا قرار بدم. اینجوری نیست که همه یه شکل و یه جور توی سیستم‌های مختلف هست، ولی اسامی که حالا شما به چشمتون میخوره یا به صورت میگن ایمپرشن کوپینگ اوپن تری یا کلوز تری یا میگن پیکاپ ترانسفر یا میگن دایرکت این دایرکت، اینا اصطلاحات مختلفیه که شما توی میگم سیستم‌های مختلف باش مواجه میشید. چیزی که مهمه اینه که تو هر سیستم شما خیلی راحت، تو هر سیستم، من نمیگم سیستم A رو با سیستم B مقایسه کنید، من میگم تو هر سیستم شما بخواید اینا رو یه بررسی کنید قشنگ راحت بدون اینکه به اسمش توجه کنید از ظاهرش هم میتونید تشخیص بدید. معمولا ایمپرشن کوپینگ های اوپن تری که در این تصویر قرمز هست سطحشون خشنتره، سطحشون آندرکات بیشتری داره. چرا؟ اینا قراره تو ماده قالبگیری من گیر کنن و من پیچو باز کنم و در بیارم تو همون ماده‌ای که سفت شده. خب پس ایمپرشن کوپینگ من تو بدنش اگه میبینید تضاریس و آندرکات های بیشتری وجود داره که باید تو پوتی گیر کنه، اگه بخواین زور بزنید درش بیارید پاره میشه. برعکس توی کلوز تری ایمپرشن کوپینگ من معمولا اسموفتره، یعنی آندرکاتاش کمتره، گاهی اوقات یه لجای شاخصی داره چون این قرار داخل دهان بیمار بمونه. شما تریتون رو جدا کنید بردارید و بر اساس شاخص هایی که روی بدنه این وجود داره با دست جا بندازید داخل ماده قالبگیریتون.
پس بچه ما یه اباتمنت لول بود که ایمپرشن کوپینگش گیر میکرد تو پوتی. یکی اوپن تری هست که اینجا دارید با به رنگ قرمز میبینید، اینم گیر میکنه تو پوتی. ولی این چی؟ نه، اینو من باید با دستم باز کنم و جا بندازم. پس سطحش باید اسموفتر باشه، نباید پوتی منو پاره کنه، دفرمه بکنه، شاخصای من تو پوتی مخدوش بشه که نتونم اونو دوباره از روی شاخصایی که تو بدنش هست برگردونم و سر جاش قرار بدم. حالا تک تک روش ها رو با هم میبینیم، کیساش هم با هم میبینیم. این روش سمت چپ اوپن تری هست، پس فیکسچر هم یکیه، فیکسچری که داخل دهان بیمار هست یکیه. شما میتونید به روش کلوز تری یا اوپن تری این فیکسچر رو منتقل کنید به لابراتوار، یعنی به هر دلیلی تصمیم میگیرید به دلیل تعداد واحد بالا، حالا تک واحد هرچی، من میخوام اباتمنتم رو خارج از دهان بیمار که بتونم تمام زوایا و انگولیشنش از بعد باکال و لینگوال راحت روی آرتیکولاتور بررسی کنم. پس هیچ کاری داخل دهان نمیخوام انجام بدم، میخوام شرایط داخل دهان رو بیارم رو میز لابراتوار، اونجا تصمیم بگیرم چه اباتمنتی انتخاب کنم. پس شما باید مسلط باشید که از فیکسچری که داخل استخوان هست قالب بگیرید. به چه روش؟ به دو روش، کلوز تری و اوپن تری. خب بهتون گفتم شما از هر چیزی که قالب میگیرید باید یه آنالوگ لابراتواری داشته باشید. پس من وقتی اینجا قراره از فیکسچر A قالب بگیرم با این مشخصات، حتما آنالوگش هم از همون سیستم با همون مشخصات سفارش میدم. پس بچه این فیکسچر نقره رنگ داخل استخوانه، این آنالوگ سبز رنگ در دست شماست و میخواین اینی که داخل استخوانه رو منتقل کنید به بیرون دهان و روی میز لابراتوار. خب حالا تصاویر شماتیکش رو ببینید که من میخوام به صورت اوپن تری، یعنی اول اوپن تری کیساشو میبینیم بعد کلوز تری. اوپن تری من ایمپرشن کوپینگ مخصوص خودش رو انتخاب میکنم. برای بستنش چیکار باید بکنم؟ بچه داخل هر فیکسچر یه طراحی مخصوصی داره، مثلا هگز، اکتا، سه‌گوشه، مربعیه، یه طراحی مخصوص داخل فیکسچر هست که شما ایمپرشن کوپینگای مخصوص اون فیکسچر رو خریداری میکنید از همون سیستم. یعنی من از اول صحبتم تا الان فکر کنم 10-15 بار فقط گفتم همون سیستم. یعنی شما سیستم A رو به سیستم B ربط نمیدید. وقتی فیکسچرتون مال سیستم A هست از ایمپرشن کوپینگای همون سیستم استفاده میکنید، چون اینا مثلا اگه هگز با این تیپر، با این زاویه، با این ارتفاع هگز داخل فیکسچر طراحی شده، مطمئن باشید ایمپرشنتون هم همین مشخصاتو داره. یعنی انتهای این یه حالت 6 گوشه، یه حالت 6 ضلعیه که این 6 گوشه، این 6 ضلعیه، این میره داخل فیکسچر و داخل فیکسچر همون 2 تا 6 ضلعی ها به هم گیر میکنه و بعد شما پیچو میبندید. همه اینا با آچار و درایور مخصوصی که به صورت دستی هست بازو بسته میکنید. زورم نمیزنید که محکم صفر کنید، همین که در حد این که پیچ صفر باشه و دیگه حرکت نمیکنه کافیه. ولی رچت و اینا هیچی من اینجا نیروی اضافه وارد نمیکنم، با دستم بازو بسته میکنم. هر 2 تا فیکسچر رو من میبندم ایمپرشن کوپینگشو، نوبت به قالب گیری میرسه. بعد از اینکه بستم حتما من حواسم اینجا جمع هست که حتما از آچاری، از اسکرو درایوری که دارم استفاده میکنم، حتما باید با یه نخ دندون این اسکرو درایورم رو ببندم. الان شما میگید من دسترسی دارم، راحتم، اصلا اسکرو درایور همون آچار از دستم نمیفته و من راحتم. ولی وقتی بچه در نظر بگیرید تریم، استاک تریم با پوتیواش با اون حجم داخل دهان قرار میگیره، بزاق بیمارم سرریز میشه، ساکشن هم هست، حالا شما اون وسط میخواین اون 2 تا ایمپرشن کوپینگ اون پیچاش هم باز کنید. شاید این به خاطر حالا ترشح و بزاق و حالا یا اون دید و دسترسی کمی که شما به اون ناحیه دارید باعث بشه خدایی نکرده اسکرو درایور از دستتون بیفته و آسپیره بشه. پس حتما من اسکرو درایورم رو با یه نخ دندون بلند محکم میبندم، بعد شروع میکنم به قالب گیری. بچه استاک تریمو به صورت حدودی جای ایمپرشن کوپینگا رو با مداد کپی، با ماژیکی، با چیزی علامت میزنم، با فرز هند پیس استاک تریمو سوراخ میکنم، امتحان میکنم تریم راحت بشینه. اگه به دیوارهای ایمپرشن کوپینگم گیر کنه
کامل دورش رو آزاد میکنم، میلیمتری حساب نمیکنم. شما حالا یه تره خالی رو دارید داخل دهان بیمار امتحان میکنید، در نظر بگیرید اگه اون حجم پوتی و واش داخل دهان باشه شاید شما ایمپرشن کوپینگاتون رو گم کنید. پس بهتره که سوراخش وسیع باشه، راحت بشینه. امتحان که کردم پوتی واش همزمان رو میذارم، قالبم رو میگیرم و ماده رو که گذاشتم اولین کاری که میکنم با یه دستم تره رو داخل دهان نگه میدارم، با دست دیگم با انگشتم پوتی رو پس میزنم تا نرم، صبر نمی کنم صفر بشه، تا نرم همون ابتدا سر اینا رو من پیدا میکنم، سر پیچ ایمپرشن کوپینگم رو سریع از پوتی از اون سوراخه آزاد میکنم که گم نشه، چون سفت بشه دیگه شما پیدا نمیکنید، مجبورید با تیغ بیستوری بیفتید به جونش و تقریبا این کار خیلی چی میگن آزار دهنده است. پس تا پوتی من نرم هست با انگشتم سریع پس میزنم که اینا رو من پیدا کنم. بعد از اینکه سر ایمپرشن کوپینگامو پیدا کردم دیگه دستش نمیزنم، صبر میکنم کاملا ستینگ تایمش انجام بشه، کاملا پوتی واش من ریجید بشه، سفت بشه. حالا اون اسکرو درایوری که بهش نخ دندون وصل کردید میندازید و ایمپرشن کوپینگا رو پیچاشو آزاد میکنید و در میارید. حالا شما چی دارید داخل پوتی که از یعنی داخل اون متریالتون، پوتی واشی که از داخل دهان بیمار در آوردید، چی میبینید داخل تریتون؟ انتهای 2 تا ایمپرشن کوپینگتون هست. بچه ببینید این سوراخی که خدمتتون عرض کردم این هست که شما تریتون رو کامل باید اینجا باز کنید، وقتی هم ماده رو میذارید همون ابتدا این سر اینا رو باید آزاد کنید. بعد از اینکه کاملا صفر شد با اسکرو درایور میندازید اینا رو آزاد میکنید. بعد چیزی که داخل تریتون میبینید این انتهای ایمپرشن کوپینگ ها هست. خب مرحله بعد چیکار باید بکنم؟ مرحله بعد نوبت بستن ایمپلنت آنالوگ هست. فکر کنید این اینجا استاک تریتونه، این چیزی که با خط سفید دارم میکشم این استاک تریتونه، این تری متریالتونه اینجا که به رنگ بنفش هست، سفت شده و از داخل دهان در آوردید. اینم 2 تا انتهای پیچ ایمپرشن کوپینگ هست که اینجا آزاد هست در اومد. چیکار میکنید؟ با دست ایمپلنت آنالوگ یا فیکسچر آنالوگ رو میذارید روی ایمپرشن کوپینگی که داخل تری هست. دوباره این 2 تا هگزا درگیر میشه، قشنگ کاملا جفت میشه، با انگشت نگه میدارید، از این بالا اسکرو درایور رو میندازید و صفر میکنید. یعنی نهایت هم چیزی که برای لابراتوار میفرستید باید یه تری که توش ماده قالبگیری باشه و 2 تا آنالوگ ایمپلنت رو شما با پیچ صفر کرده باشید با دستتون. تکنسین چی کار میکنه؟ میاد اینجا جینجی ماسک تزریق میکنه. چرا جینجی ماسک اینجا تزریق میکنه؟ که به لبه فیکسچرتون دسترسی داشته باشه، گچ روش نیاد و مجبور این گچ ها رو کامل اره کنه، با فرز برداره که دسترسی به فیکسچر شما، فیکسچر آنالوگ منظورم، به فیکسچر آنالوگ شما داشته باشه. این جینجی ماسک کمک میکنه اینو که برمیداره، کاملا دهانه فیکسچر را در اختیار شما و تکنسین هست. الان در نظر بگیرید شما یک کستی گچی دارید که 2 تا آنالوگ داخلشه و این هم جینجی ماسکه که قرار تکنسین اینو برداره و بتونه راحت فیکسچرها رو ببینه. بر اساس ضخامت سافت تیشوتون شما اباتمنتاتون رو انتخاب میکنید. برای بریج هم که خب 2 تا اباتمنت باید حالا موازی باشه، فضای اینتروکلوزال، مسیر پساو اینسرشن، همه اینا بررسی میشه. مارژینمون هم که ما دوست داریم 0.5 تا 1 میلیمتر زیر سافت تیشومون قرار بگیره. همه اینا رو دیگه داخل دهان اندازه نمیگیریم، همه اینا روی کسته و خوبیش به اینه که شما هر 2 تا کس رابطه رو دارید، توی آرتیکولاتور مان شده و راحت میاین بررسی میکنید. یعنی شما فقط از باکال اباتمنتاتون رو نمیبینید، از نمای لینگوال، نمای طرفی، مزیودیسال، تماما توازی این اباتمنت ها و جزئیاتش رو راحت میتونید بررسی کنید. خب شما این 2 تا اباتمنت که در اختیار تکنسیانتون هست میاد روش فریم میسازه، حالا فریم رو امتحان میکنید و پرسلن.
حالا کار شما تو کلینیک به چه صورت هست؟ تو اباتمنت لول شما راحت بودید، کار خاصی نمی‌کردید. فریم میومد میذاشتید رو اون اباتمنتی که داخل دهان بیمار سفت کردید و تحویل دادید، همون رو امتحان می‌کردید، بعد رنگ رو انتخاب می‌کردید و میفرستادید برای مراحل بعدی. ولی اینجا یه مرحله به کار کلینیکی شما اضافه شده و این که شما هر جلسه باید 2 تا اباتمنت رو از روی کست اینها رو باز کنید و داخل دهان بیمار امتحان کنید. حالا کیس کلینیکیش رو با هم میبینیم، ولی منظور این که شما هر جلسه چه امتحان فریم، چه پرسلن، چه تحویل، این 2 تا اباتمنت رو با همون جهتگیری معمولا تکنسیان ها چیکار میکنن؟ میان یه ناچی، دایره، یه خشی با فرز روی اباتمنت های فلزی میندازن. مثلا بعضیا میان یه 2 تا نقطه روی اینها میذارن که من بدونم این مثلا شاخص باکال من هست که وقتی اباتمنت رو از اینجا باز کنم منتقل کنم داخل دهان بیمار، دایرکشنش رو از دست ندم. خیلی مهمه. گاهی حالا مثلا تک واحدی شاید خیلی زمانی از شما نگیره و نهایت پیداش کنید، حتی اگه گمش هم کردید تو 6 حالت بالاخره میبندید پیداش میکنید. ولی وقتی تعداد واحد زیاد بشه واقعا کلافتون میکنه. شما باید تک تک اینها رو پیدا کنید، مسیرها گم میشه، طولانی میشه کار و شما خسته میشید. پس بهتره که دونه دونه قبل از اینکه اینها رو از روی کسب باز کنید ببینید شاخصهای باکالش کدومه، براتون شاخص گذاشته یا لجا مثلا تو ذهنتون هست که این لج باکاله، نه من میام یه خشی چیزی روش میندازم که اون جهتگیری رو از دست ندم و دونه دونه من اینها رو منتقل میکنم به داخل دهان بیمار. اباتمنت رو بهتره کی انتخاب کنه؟ 100% بهتره که ما اباتمنت رو انتخاب کنیم. یعنی کست آماده شده، هی من میگم میز لابراتوار، منظور این که خارج از دهان بیماره، نه اینکه حالا همه چی به عهده تکنسی هم باشه، ولی بهترین کسی که مسلط به انتخاب کار شما هستید و نهایت کار آماده شده رو تحویل بیمار میدید. خب حالا کیسای کلینیکیشو ببینید به چه صورت هست. فکر کنید شما یه نیمفک رو میخواین بازسازی بکنید، ایمپرشن کوپینگا رو میبندید و قالبتون رو میگیرید. بچه وقتی من با پوتی واش قالب میگیرم، تمام دقت من توی ایمپلنت بچه چی برای من مهمه؟ این که ارتباط قطعات نسبت به هم درست ثبت شده باشه. اصلا ما در مورد جزئیات سطحی صحبتی نمی کنیم. نمیگیم که مثلا حباب نزنه، مارژین رو ثبت کردی نکردی، تکرار کن، وید داده، اینجوری شده، نه اینا برای من مهم نیست. ولی چیزی که برای من مهمه ارتباط قطعات نسبت به همه. یعنی اینکه شما ایمپلنت مثلا سانترال، کانین و مثلا پنجو اگه دارید، اینها نسبت به هم درست ثبت شده باشه. اگه نسبت به هم تغییراتی شما داشته باشید، وقتی که اباتمنت ها رو میبندید، فریم رو میخواین امتحان کنید، فریمتون نمیشینه. میگید من کجا خطا کردم؟ یا ایمپرشن کوپینگ ها رو درست نبستید، یا نه شما میگید من همه ایمپرشن کوپینگ های من با هگزا درگیر شد، تکون نخورد، من صفر کردم. پس خطا کجاست؟ خطا ممکنه تو ماده قالبگیریتون باشه. مثلا ماده قالبگیریتون فلکسیبل بوده، یه ذره دچار دیستورشن شده. میگم که من از بهترین ماده قالبگیری حالا موجود در بازار با این ثبات ابعادی چی فلان اینا انتخاب کردم، استفاده کردم. خب پس بهتره که من برای اینکه خیلی وابسته به ماده قالبگیری و خطاهاش نباشم، بیام یه آیتم رو اضافه کنم که دقت کار منو ببره بالا. اونم ریجید فیکسیشنه. یعنی چی؟ من بیام این ایمپلنت ها، چون رابطهشون نسبت به هم خیلی برای من مهمه که اگه تغییراتی داشته باشن باعث میشه که کار من نشینه. پس غیر از ماده قالبگیری خوبی که من انتخاب میکنم، میام اینا رو با نخ دندون به هم دیگه وصل میکنم، بعد میام با آکریل دوراله رزین پتر اینا رو به هم دیگه متصل میکنم، سالید رایز میکنم، به این صورت که اول تک تک دور اینها آکریل میریزم. بعد از اینکه حالا ستینگ تایمش طی شده، شرینکیجش اتفاق افتاد، بعد میام روی بین کانکشن اینا آکریل اضافه میکنم. یا بعضی از همکارا میان کامل اینا رو به هم دیگه سالید رایز میکنن، بعد با فرز اینا رو قطع میکنن، دوباره اینا رو به هم دیگه وصل میکنن که خیالمون راحت باشه، شرینکیجی اتفاق نیفته و ایمپرشن کوپینگ ها بعداً حرکت نکنن نسبت به هم.
پس این به عنوان یه آیتم اضافه تر تو کدوم قالب گیری بچه‌ها؟ ایمپلنت لول اوپن تری. فقط تو این قالب گیری شما میتونید اینا رو به هم وصل کنید. خب من ایمپرشن کوپینگامو بستم، به هم دیگه سالید رایس کردم، تریمو انتخاب کردم، تریمو نیمه سمت چپشو کامل از روی استاک تری خالی میکنم، چند بار امتحان میکنم، کامل سر جاش میشینه، پوتی واش همزمان. بچه این اشکالی هم که تو قالب گیری هست، اینکه شما واشتون رو باید روی کل سطح تری بریزید، روی کل سطح پوتیتون بریزید، نه اینکه به صورت نصفه بریزید. این اشتباهه، چون شما سطح اوکلوزال دندونای دیگه هم براتون مهمه که بتونید خوب اینها رو مانت بکنید. پس یه پوتی واش همزمان داخل دهان بیمار قرار میدم و همون ابتدا تلاشمو میکنم که سوراخ‌های اینها از داخل ماده قالب گیریم بزنه بیرون. بعد از اینکه ستینگ تایمش کاملا انجام شد، اسکرو درایور رو میندازم، هر 4 تا رو شل میکنم و خارج میکنم. مرحله بعد چی؟ به انتهای تک تک اینها ایمپلنت آنالوگ میبندم. اینم به صورت تک واحدی استاک تری سوراخ شده، قالب گیری انجام شده. این در طی ستینگ همون ابتدا اون سوراخ رو آزاد میکنم، در آوردم، این انتهاش آنالوگ میبندم. این آنالوگ همون ایمپلنتیه که داخل دهان بیمار هست و اینجا میام این آنالوگ رو روی ایمپرشن کوپینگ هم قرار میدم و از پشت تری سفتش میکنم. خب این شد اوپن تری. حالا برای کلوز تری چی کار میکنم؟ خب بیمار هیلینگ بسته، ایمپرشن کوپینگ های مخصوص اون سیستم رو من انتخاب میکنم. بچه ها ایمپرشن کوپینگ کلوز تری گفتم سطحش آندرکات کمی داره، معمولا شاخص داره، رو سطحش شاخص داره. بعضیا یه لج دارن، بعضیا لجشون مثلثیه، بعضیا روی خود ایمپرشن کوپینگ یک کپ لاستیکی داره که این کپ لاستیکی تو تری گیر میکنه و شما میندازید تو کپ لاستیکی. منظور این که یک شاخصی ایندکسی روی ایمپرشن کوپینگ وجود داره که شما بتونید این ایمپرشن کوپینگ رو با دست خودتون داخل پوتی برگردونید. خب ایمپرشن کوپینگ های مناسب رو انتخاب میکنم، لجاش اون شاخصاشو حواسم هست که در کجا بستم. ترجیحاً من خودم وقتی کار میکنم ترجیح میدم که اینا تو باکال باشه که با چشم هم در داخل دهان بیمار ببینم و اینکه حالا تو پوتی هم راحت اینا رو جا بندازم. میام یه پوتی واش همزمان قالب میگیرم. بچه ها نگاه کنید تو این تصویری که تو گوشه چپ قرار داره، مثلا الان میبینید این لج این دندونی که در سمت چپ قرار داده شده مثلا در باکاله، بعد لجی که مربوط به این ایمپلنت هست در سمت مثلا دیستولینگواله. من همه رو یهویی باز نمی کنم، دونه دونه ایمپرشن کوپینگامو که میخوام باز کنم با خودم تکرار میکنم که این لج شاخصش تو باکاله. قبل از اینکه باز کنم اول تریمو میبینم ببینم شاخصش ثبت شده یا نه. اگه میخوایم ببینید یه قالب گیریتون چه خطایی داره و باید تکرار کنید یا نه، یکی از تکرار کارها همینه که وقتی من میبینم شاخصم خوب ثبت نشده، اون ایندکسی که میخوام ایمپرشن کوپینگم رو برگردونم خوب ثبت نشده، این یکی از آیتم هایی هست که شما قالب گیریتون رو تکرار میکنید. ولی اگه مثلا اینجا شما لجو میخونید مثلا تو باکال، اینجا میبینید تو باکال خوب ثبت شده، خب اینو باز میکنید، بعد چی؟ خود اینو به آنالوگش متصل میکنید، بعد جا میندازید. به این صورت هست که من دونه دونه اول ایمپلنت ایم رو باز میکنم، شاخصش هم که تو پوتی خوندم به آنالوگش وصل میکنم، بعد جا میندازم داخل ماده قالب گیریم. مرحله بعد تکنسیان جینجی ماسک تزریق میکنه و کل قالبتون رو با گچ میریزه. یعنی بچه این کراس سکشنی که اینجا تهیه شده برای اینکه اینو بهتون نشون بده که شما بر اساس شاخصی که اینجا هست اینو فشار میدید، میشونید، این باید تا انتها داخل پوتی قرار بگیره، یعنی اینکه کامل فرو بره و سر جاش بشینه. خب الان این کست هم هست. بقیه مراحل مثل همون قالبگیری قبلی که خدمتتون عرض کردم، این فقط قالبگیریش فرق میکنه، انتخاب اباتمنت، امتحان فریم و بقیه کارا. خب اینجا یه بیمار رو در نظر بگیرید که من 3 واحد در سمت چپ بالا و یه تک واحد در سمت راست بالا در موقعیت دندون 6 دارم. بالا میشه 3 4 6، بالا چپ و بالا راست دندون 6.
حالا به خاطر محدودیت فضا که بیمار کاملا از لحاظ ماکسیموم اوپنینگش کم بود، تصمیم گرفتم کلوستری کار کنم. من همه اینها رو بستم، قالب پوتیواش همزمان گرفتم، در آوردم. چیکار میکنم بچه؟ دونه دونه اینا رو یکی یکی، مثلا ایمپلنت دندون 3 رو از داخل دهان بیمار باز میکنم. قبل از باز کردن ایندکسش رو زیر نور چراغ یونیتتون، یعنی کامل باید با نور اون ناحیه رو ببینید. مثلا اینجا لجم در سمت باکاله، میبینم آیا در سمت باکاله این هم ثبت شده؟ مثلا بله ثبت شده. پس درش میارم، به آنالوگش وصل میکنم، جا میندازم، جا کلیک میکنه و سر جاش میشینه. بعد ایمپلنت 4، بعد ایمپلنت 6 و 6 بالا سمت راست. تک تک اینا رو جا میندازم و این تره هم رو میفرستم لابراتوار یه همچین کستی به من تحویل میده. این کست فک بالا، کست فک پایین و مانتی که انجام شده، بر اساس این فریم هم رو امتحان میکنم و در نهایت پورسلن و گلیز و تحویل بیمار میدم. قسمت قالبگیری ما تموم شده. در قسمت دوم صحبت‌های ما قالب رو گرفتیم، فک مقابل، رابطه. الان کستای بالا پایین در اختیار ما هست، میخوایم اباتمنت انتخاب کنیم. بچه‌ها انتخاب کردن اباتمنت چیزی نیست که من الان بهتون یاد بدم. شما در طول کارهای پروتز ثابتتون در حقیقت با دستتون داشتید این اباتمنت رو انتخاب میکردید، ولی با دستتون ایجاد میکردید. یعنی می اومدید ریداکشن اوکلوزال، تیپر باکولینگوال، مزیودیستال، فاصله تا دندون مجاور، همه اینا رو شما داشتید با دستتون اینو خلقش میکردید، ایجادش میکردید. ولی توی ایمپلنت این کار شاید یه کمی ساده تر باشه دیگه. تراش به عهده شما نیست و تراش رو قرار شما از طریق اون اباتمنت هایی که در کاتالوگ موجود هست شما انتخاب بکنید، اباتمنت های مورد نظرتون رو. خب فقط من باید اون چیزایی که تو ذهنم هست و ایجاد میکردم، خب الان من باید از تو کاتالوگ اینها رو انتخاب بکنم، به جای اینکه ایجاد کنم انتخاب کنم. یعنی چی؟ اوکلوزو جینجیوال هایت، ارتفاع اوکلوزو جینجیوالی دندون من، مزیودیستالی، عمق سافتیشوی من، مارژین من کجا باید باشه، انگولیشنش، توازی. ممکنه شما یه 3 واحدی 2 واحدی دارید کار میکنید ولی با انگولیشن های مختلف. پس من اگه تک واحد باشه، بریج باشه، توازی هایی که مد نظرم هست، اینتر آرچ اسپیس هم چقدره، من چقدر فضا دارم. همیشه اونقدر فضا زیاد نیست که دستتون باز باشه، گاهی اوقات فضاتون کم هم هست. یا از لحاظ اوکلوژن بیمار من چجوری باید اینو ادجاست کنم، همه اینا تو ذهنتون از قبل بوده و ایجاد میکردید، ولی اینجا میایید قشنگ کاتالوگ رو میخونید، انتخاب میکنید و سفارش میدید و میبندید. آیتم آخری که من اینجا نوشتم لیمیتد چر سایت تایم، یعنی اینکه شما وقت دارید که این کار رو تو مطب انجام بدید، از اباتمنت هایی که دارید ببندید و کار رو ادامه بدید، یا نه فقط میخواین قالب رو بگیرید بشینید سر فرصت اباتمنتاتون رو مطالعه کنید که چه کاری باید انجام بدید. همه این آیتم هایی که گفتم و شما تو ذهنتون بوده و ایجاد میکردید، ولی شاید انقدر دستبندی نبوده باشه. خب من گفتم بیمار که هیلینگ اباتمنتش رو میبنده تو این مرحله میاد پیش شما. الان شما میخواین هیلینگش رو باز کنید، حالا یا داخل دهان یا روی کست براش اباتمنت انتخاب بکنید. اگر داخل دهان انتخاب کنید و ببندید، یعنی که شما میخواین اباتمنت لول کار کنید و ادامه بدید، یا اینکه نه میخواین این اندازه‌گیری ها رو داشته باشید بعد روی کست هم اندازه بزنید و روی کستتون ادامه بدید. بچه هر اباتمنتی که میدن دست شما از 3 قسمت تشکیل شده. یکی قسمت پایینی هست فیکسچر کانکشن پارت، یعنی اینکه این اباتمنت هم چجوری با فیکسچر قرار متصل بشه، که از این قسمت هست. بچه این اینجایی که شما میبینید خب بهش میگن فیکسچر کانکشن پارت، این قسمت یعنی اینکه اباتمنتتون به چه صورت قراره به فیکسچر متصل بشه. بعدی ترانس موکوزال پارت. ترانس موکوزال پارت توی کاتالوگ های مختلف که میخوایم بخونید تحت عنوان GH نوشته شده، یعنی جینجیوال هایت. این که قراره این چه قسمتی از اباتمنت من تو ضخامت سافتیشو قرار بگیره. این منظور از GH اینه.
پس یکی کانکشن پارتش با فیکسچره، یکی اون قسمتی که قرار تو ضخامت سافتیشوی من قرار بگیره و یکی پراستتیک پارت. پراستتیک پارت از مارژین من هست، از قسمت مارژین اباتمنت من هست، یعنی این فینیش لاین من اینجاست، از اینجا تا اینجا قرار درگیر پروتز من باشه. پس کل اباتمنتی که شما میگیرید تو دستتون قرار نیست روکش بچه روش قرار بگیره. یه قسمت برای اتصالشه، یه قسمت برای ضخامت سافتیشوه که میخواد از اون ناحیه عبور کنه. فقط از مارژین اباتمنتتون تا اون انتهای اباتمنتتون هست که قسمت پروتزی ما اسمشو میذاریم. خب با یه دپسکیج یا نه یه پروبی که شما پروب پریودونتالی که شماها دارید میتونید ضخامت سافت تیشو رو اندازه بزنید. مثلا فیکسچر من فکر کنید اینجا قرار گرفته شده، خب من میام اینا رو اندازه میزنم، یکی تو قسمت لبیال، تو قسمت پروگزیمال و تو قسمت پالاتال یا لینگوال. ضخامتش سافت تیشو رو اندازه میزنم، مثلا بعضی جاها 2 3 4 اینا رو اندازه میزنم. مهمترین جا یعنی استتیک زون من کجاست؟ تو قسمت لبیال یا باکال هست. ضخامت سافت تیشوی من هر چقدر هست، نیم تا 1 میلیمتر عمیق‌تر از اونو، مثلا اگه 3 میلیمتره، من از اباتمنتی که جی اچش ضخامت اون قسمت ترانسموکوزالش 2 هست انتخاب میکنم. بعضی از شرکت ها تقسیم بندیشون به صورت 0 1 2 3 4 5، بعضی ها به صورت نیم، 1 و نیم، 2 و نیم، 3 و نیم. اینش خیلی مهم نیست، فقط باید تو ذهنم باشه ضخامت بافت نرمم هر چقدر هست، نیم تا 1 میلیمتر ازش کم کنم، بعد جی اچ مورد نظرم رو انتخاب کنم. خب پس من جی اچ هم رو انتخاب کردم. حالا این کانکشنش هم که بر اساس اینکه شما از چه سیستمی استفاده میکنید ما این کانکشن رو داریم. خب حالا من میخوام در مورد کانکشن صحبت کنم. پس جی اچ رو ما فهمیدیم چه جوری انتخاب کنیم، ولی کانکشن اباتمنت به این پلنت به چه صورت هست؟ بچه ما در مورد آنتی روتیشن اباتمنت یه صحبتی توی قالبگیری کردیم. بهتون گفتم رو سطح اباتمنتی که قراره چی پروتز من قرار بگیره، این سطح پروتزی من بود. بهتون گفتم یه لجی اینجا تعریف شده که این آنتی روتیشن اباتمنت من یعنی چی؟ آنتی روتیشن روکش نهایی من که قراره اینجا، ببخشید الان این بد طراحی شد، این روکش نهایی من که قراره رو اباتمنت من بشینه، برای اینکه روکشم نچرخه روی اباتمنتم یه لجی طراحی شده که آنتی روتیشن روکش به اباتمنته. خب حالا میخوایم ببینیم که اباتمنت خودش چجوری متصل میشه به فیکسچر. به 3 طریق اینا به هم متصل میشن. یکی خود اسکروه، یعنی تردا یا رزوه های پیچ من هست که بهتون اون ابتدای صحبت گفتم که ما 2 مدل اباتمنت داریم. یکی اباتمنت سالید یا یک قطعی، منظورم اینه اباتمنت سالید. یکی اباتمنت 2 قطعی، 2 پیس، یعنی یه قطعش پیچه، یه قطعه خودش اباتمنته. به اینا میگن دابل اباتمنت، دوال اباتمنت، 2 پیس اباتمنت، ترانس اسکرو اباتمنت. اینا اباتمنت های 2 قطعی، یعنی پیچشون جدا، خود اباتمنت جدا. ولی وقتی اباتمنت انتهاش به شکل رزوه میشه، خود اباتمنت انتهاش تبدیل به پیچ میشه، اینو میگن سالید اباتمنت. خب فرق این دوتا چیه؟ کانکشناش، استفاده هاش به چه صورت هست؟ ببینید ما گفتیم یکی از چیزایی که باعث اتصال اباتمنت من به فیکسچر میشه اون رزوه ها و ترده. پس این اباتمنت سالیدم، یعنی یک قطعی من سالید، بچه منظورم اینه این اباتمنت سالید من انقدر میچرخه، کل اباتمنت بچه با دیلی میچرخه تا سفت بشه. نهایتش هم با رچت 30 نیوتن، حالا میگم 30 نیوتن منظوری که بر اساس دستور خود سیستم که چه توصیه‌ای کرده بر اون اساس من سفت میکنم. بعد آخرش هم اون نیرو رو میدم، این دیگه سفت میشه. پس این قضیه آنتی روتیشن من چی میشه؟ آنتی روتیشن من دیگه 360 درجه میچرخه دیگه، هر گوشه ممکنه این بیفته. پس من فهمیدم که نحوه اتصال این به چه صورت هست. بچه دوال اباتمنت این چه جوری بسته میشه؟ دوال اباتمنت جهتش رو خودتون مشخص میکنید، یعنی انتهاش به صورت چیه؟ هگزه.
من اینو در 6 حالت، یه 6 گوشه، در 6 حالت میتونم اینو ببندم. مثلا دوست دارم لجش در باکال باشه، مزی و باکال، هر جا، در حالتی که من میخوام میبندم، با انگشتم این اباتمنت رو نگه میدارم، بعد این پیچ آبیه رو میندازم داخل اباتمنت، بدون اینکه این اباتمنت از جاش تکون بخوره، پیچه داره داخلش حرکت میکنه و سفت میشه. پس فرق این دو تا اباتمنت رو شما الان اینجا فهمیدید. گفتیم یکی از کارهایی که میشه برای اتصال اباتمنت به فیکسچر هست، اون تردای پیچ هست. مسئله بعدی چیه؟ تیپر مورسه. تیپر مورس بچه چیه؟ این تیپری که روی دیواره های قسمت پراستتیک فیکسچر کانکشن هست. بهتون گفتم این قسمت انتهایی که این برای سالید اباتمنت و این قسمت میشه. برای دوال اباتمنت یا اباتمنت های دو قطعی این میشه به این قسمت تیپر خارجی اباتمنت، و تیپری که در داخل فیکسچر وجود داره به این میگن تیپر مورس. یعنی خود استکاک این دوتا دیواره خارجی اباتمنت هم و دیواره داخلی، حالا در نظر بگیرید اگه این فیکسچره و دیواره داخلی فیکسچر، استکاک این دوتا رو میگن تیپر مورس. خود اینم کمک میکنه به کانکشن اباتمنت به فیکسچر. مسئله بعدی چیه؟ هگزه. هگزه کجاست؟ فقط توی اباتمنت های دو قطعی. توی تک قطعی چرا نیست؟ چون تک قطعی یا اباتمنت های سیمپلکس یا سالید، خود اباتمنت به صورت بادیلی کامل میچرخه تا سفت بشه، یعنی اصلا نمیتونم هگزی براش طراحی کنم. ولی اباتمنت های دوال یا دو قطعی یه هگزی دارن تو این قسمت انتهایی که این هگزشون با هگز داخل فیکسچر با هم درگیر میشه و مانع چرخش اباتمنت داخل فیکسچر میشه. یعنی این بار که این یه آنتی روتیشن اضافه داره. اینا اباتمنت های دو قطعی، اون هگز انتهاییشون، حالا مثلا اینجا هگز، بعضیا 8 ضلعیه، بعضیا بهتون گفتم مربعی، 3 گوشه، کاری ندارم. منظور این که انتهای اباتمنتشون طوری طراحی شده که یه آنتی روتیشن دارن، کمک میکنه که اباتمنت نسبت به فیکسچر هم نچرخه. اون آنتی روتیشن روکش به اباتمنت، این آنتی روتیشنی که اینجاست اباتمنت به فیکسچره. پس نحوه اتصال شد 3 تا. یکی رزوه های پیچه که اینجا هست و اینجا هست، رزوه های پیچ. یکی تیپر مورس، اون تیپر دیواره ها، و دیگری چی؟ هگزه، که اباتمنت های دو قطعی این مزیت رو دارن که تو قسمت کانکشن اباتمنت به این پلنتشون یه آیتم هگز اضافه تر دارن. خب حالا کاربرداش چی کار باید بکنیم؟ کدوم و کجا استفاده کنیم؟ اصلا چرا اونا طراحی شدن نشدن؟ استفاده میشه نمیشه؟ از هر دو اباتمنت ما داریم استفاده میکنیم، ولی سالید اباتمنت یک استفاده مخصوصی داره. یعنی تو هر سیستمی که شما نگاه میکنید یه صفحش مال سالید اباتمنت و تموم، و بقیه صفحات همه تو پیس اباتمنت هن. یعنی از انگل و میلینگ و امپی هر چی دیگه از اونجا به بعد دیگه اباتمنت های ما همه دو قطعی میشه که حالا تک تک اباتمنت ها رو معرفی میکنم. خب اباتمنت یک قطعی کجا استفاده میشه؟ یعنی قرار خود اباتمنت انقدر بچرخه تا انتهاش صفر بشه و ما ببینیم هگزش کجا میفته. در نظر بگیرید شما یک دندون 4 رو میخواین کار کنید. بچه این مثالایی که میزنم و دونه دونش رو متوجه بشید که من چی دارم میگم، خط به خطش نکته است. یه دندون 4 بالا سمت راست و من دارم برای بیمار میخوام ببندم، بعد میبینم که همه ابعادش درسته، میخوام به صورت کانونشنال ببندم که هر جلسه درگیر باز و بسته کردن اباتمنت نشم. من اینجوری راحت ترم. یه اباتمنت هم دیدم از لحاظ جی اچ و قطر و اینا مناسبه، من این اباتمنت رو بستم و سفت کردم. آنتی روتیشن این اباتمنت سالید من، اباتمنت قطعی من، مثلا افتاد توی مثلا مزی و باکال، چون قرار این اباتمنت 360 درجه بچرخه تا یه جا سفت بشه. پس من تصمیم گرفتم اینو ببندم، بستم، قالب گرفتم، بیمار خواست بره. اومد که بره گفت این فلزی چیه داخل دهانم؟ من فیلیپر دارم، اینو باز کنید من فیلیپرمو بذارم. بچه قالبگیری تک واحد شما، آیا اینجا میتونید بازش کنید؟ چی کار باید بکنید؟ اگه بچه به هر دلیلی دارید تک واحد کار میکنید و مجبورید بعد از قالبگیری اباتمنتتون رو باز کنید، به هیچ وجه نمیتونید وان پیس یا سالید اباتمنت استفاده کنید،
چرا؟ چون روی جلسات بعدی این اثر میذاره. شما دوباره اباتمنتتون رو میخواین ببندید، این دفعه آنتی روتیشن اباتمنت شما میفته لینگوال، میفته باکال. دیگه نمیتونید اون حالتی که قالب گرفتید و دوباره برای بیمار بذارید. پس اگه من دارم تک واحدی بالا پایین فرق نمیکنه، برای بیمار میخوام کار کنم و هدفم این که قالب گیریم سطح اباتمنت باشه، حتما باید اباتمنتم طوری باشه که دیگه از داخل دهان بیمار باز نکنم. و بچه وان پیس اباتمنت تو ذهنتون باشه که فقط قالب گیریش چیه؟ اباتمنت لول. ولی تو پیس اباتمنت هر اباتمنتی فرقی نمیکنه. تو پیس اباتمنت قالب گیریش اگه اباتمنت استریت باشه میشه هر دو مدل اباتمنت لول فیکسچر لول، ولی اگه انگل باشه میلینگ باشه هر چی باشه فقط فیکسچر لول. حالا علتش هم بهتون میگم که چرا اینقدر ما محدودیت داریم. خب پس من میخوام اباتمنت لول کار کنم، وان پیس بستم، به هر دلیلی بیمار موقت داره، فیلیپر داره یا اصلا نمیخواد اصلا این فلز داخل دهانش آویزون باشه دیده بشه، من مجبورم که اباتمنت رو باز کنم، بذارم کنار، ماده قالب گیریمو بندازم دور، دوباره از نو قالب بگیرم، چون قراره هر جلسه باز و بسته بشه. ولی اگه بیمار مثلا براش بستید و براش هم مهم نیست، مثلا دندون 6 5 هر چیزی اصلا براش مهم نیست، شما هر اباتمنتی ببندید موردی نداره. ولی اگه میخواین بازش کنید فقط میتونید تو پیس ببندید. مثلا من تو پیس بستم، قالب گرفتم، بعد مینویسم لجش در مزیو باکال افتاد، لجش در باکال افتاد، دوباره جلسه دیگه فریمم میاد، راحت میتونم باز کنم و همون حالت رو برای بیمار ببندم. چون اباتمنت های تو پیس که حالا دایرکشن دارن هگز هستن تو 6 حالت بیشتر بسته نمیشن، ولی اباتمنت های وان پیس تو 360 حالت ممکنه اینها بسته بشن. پس این نکته رو در نظر بگیرید. حالا بچه‌ها یه بیمار دیگه میاد مثلا 4/6، شما میخواین اباتمنت لول قالب بگیرید، 2 تا اباتمنت وان پیس دارید، بستید، قالب گرفتید، میبینید توازی، فضای اینتر اوکلوزال اسپیس هم همه چی درسته و معقول و مشکلی نداره. شما میخواین قالبتون رو بگیرید و گرفتید، تموم شده، بیمار بهتون میگه اینو من یه فیلیپر دارم یا این فلزش مزاحمت برام ایجاد میکنه، اینو درش بیارید. بچه شما بریج دارید کار میکنید، اینو دقت کنید، شما دارید یه بریج کار میکنید 4/6، وان پیس هم بستید، لجش هم توی ناحیه ایکس و ایگرگ بسته شده، میخوایم بازش کنید. آیا این دفعه من باید ماده قالب گیریمو بندازم دور دوباره تکرار کنم؟ نه بچه ها، من تا اینجای صحبتم هی میگفتم آنتی روتیشن روکش به اباتمنت، همش صحبتم رو تک واحدی بود. بچه وقتی من بریج کار میکنم نیازی هست من این لجو ثبت کنم؟ خود بریج خودش حالت آنتی روتیشن داره، یعنی بریج روی سطح اباتمنت هایی که به صورت مخروطی و سطح مقطعشون گرده نمیچرخه. این مشکل تک واحداست که احتمال روتیشن و چرخش وجود داره. پس برای بریج من توی فریمم تکنسیان قرار نیست این ناحیه رو برام دابلیکیت کنه. یعنی چی؟ یعنی قشنگ فریمی که برای من میاد توش کاملا به حالت گرد و استوانه‌ایه. بعد یکی میگه مگه میشه این لجش مثلا افتاده مزیوباکال، اون یکی لجش افتاده دیستوباکال، بعد کار میاد این لجا رو چیکار کنم؟ از داخل فریمم تراش بدم؟ نه، یه وسیله‌ای هست به نام برنارد کپ، حالا اونو من خدمتتون معرفی میکنم که این کمک میکنه که لجتون دابلیکیت بشه یا نشه. پس من اولا تفاوت‌های ساختاری وان پیس و تو پیس رو متوجه شدم، کانکشناشو متوجه شدم و اینکه کاربرداشو متوجه شدم. تو پیس دستم آزاده، باز کنم ببندم هر کاری بکنم، انگولیشنش اون جهت لجش برای من محرزه، مشخصه. ولی این وان پیسی که منو وارد چالش میکنه، سالید اباتمنتی که خودش قراره با دیلی بچرخه، اون منو وارد یه چالش میکنه. پس حواسم باشه تو تک کارام این ریسکو نکنم، چون باید کارو بندازید دور و تکرار کنید. بچه این از نظر ساختاریش. تو پیس یعنی این که شما اباتمنت رو در جهتی که دوست دارید میذارید و از بالا این اسکروشو میندازید و با درایور سفت میکنید. این چی؟ این مستقیم اسکرو درایور رو از بالا میندازید، سفت میکنید این و این کامل داره میچرخه تا در یه جا متوقف بشه. حالا اینم اسلاید وان پیسه که این بادیلی میچرخه میاد پایین
و این که این خودش ثابته، این حرکت نمیکنه، این داره میچرخه و میاد، این اسکرو داخل اباتمنته که میچرخه و میاد پایین، این ثابته. خب بچه تو پیس اباتمنت شامل اباتمنت های استریت ما میشه، اباتمنت انگل، اباتمنت میلینگ، اباتمنت UCLA. خب از لحاظ ساختاری شما میخواین اباتمنت انتخاب کنید. خب حالا ممکنه یکی بگه که اصلا من نمیخرم، وان پیس نمیخرم. گاهی اوقات مجبورید، مثلا یه سیستمیه که اصلا هیچ قطعی ازش نیست، شرکت بهتون میگه من مثلا یه دونه وان پیس استریتشو دارم. خب شما باید کاربردش و استفادهش و اینها رو بدونین که اگه یه جایی واقعا مجبور شدید بتونید استفاده کنید، یعنی بلا استفاده هم نیست. خب وان پیس یا سالید اباتمنت، شما اباتمنت رو چجوری انتخاب میکنید؟ خب این قسمت پایین قسمت کانکشنشه که شما انتخاب نمیکنید. خب چی رو من انتخاب میکنم؟ یکی جی اچ رو انتخاب میکنم، یکی این قسمت پروتزیش رو انتخاب میکنم. جی اچ یعنی چی؟ بر اساس سافت تیشویی که شما دارید نیم تا 1 میلیمتر کمتر جی اچ تون رو انتخاب میکنید. میمونه ارتفاع و قطرتون. ارتفاع هم که فضای اینتراوکلوزال به شما دیکته میکنه، قطرتون هم بر اساس قطر دندونی که شما دارید بازسازی میکنید. و این چیزی نیست که من یه یادداشت بهتون بدم که لترال مثلا 3.5 مولر 5.5، نه، بالاخره بیمار با بیمار ابعاد دندون موقعیت اینها با هم فرق کنه، بستگی به این داره که شما چه دندونی میخواین بازسازی بکنید و بر اساس اینکه جراحتون چه فیکسچری گذاشته شما باید اباتمنتتون رو انتخاب کنید. تو بعضی از سیستم ها تمام قطعات پروتزی به تمام فیکسچرهای اون سیستم میخوره. مثلا یه سیستم کره‌ای ایکس، خب تمام قطعات پروتزی ایمپرشن ها همه رو میتونید برای هر فیکسچر با قطر 3.5 4.5 4 4.2 همه رو استفاده کنید. ولی بعضی از سیستم ها اینا به صورت اختصاصیه، مثلا واید دارن، رگولار دارن، نرو دارن. بعد شما اگه مثلا شرکت تعریف میکنه از قطر 4 تا مثلا 4.7 اینا تو رگولارن، شما مجبورید برای اباتمنت ها فقط از قسمت رگولار انتخاب کنید. بر اساس فیکسچرتون شما باید ببینید که چه طیفی از اباتمنت ها رو میتونید انتخاب کنید. مثلا میگه برای این فیکسچر شما 5 تا اباتمنت میتونید انتخاب کنید. بعد از اون 5 تا اباتمنت شما ببینید کدومش به فیکسچر شما میخوره. که میگم هر کاتالوگ شما باید هنر خوندن کاتالوگ رو بلد باشید که تقسیم بندیش به چه صورت هست. پس فقط چیزی که در اختیار شما هست یکی جی اچ، یکی خود اباتمنت که اباتمنت میشه طول و قطرش. و اباتمنت این سالید اباتمنت ها رو هم دقت کنید یه آنتی روتیشن داره. پس اگه من توی کاتالوگی جدولای خیلی وسیعی میبینم دنبال این ستا هستم که ببینم که کدومو میخوام انتخاب بکنم. تو پیس اباتمنت یا دوال اباتمنت یا هرچی از لحاظ ساختاری معمولا شبیه سالید هست، انتخاب کردنش هم همینه. از لحاظ ظاهری بچه منظورمه، ولی از نظر ساختاری به صورت جداست دیگه. گفتیم اباتمنت رو جدا میشونیم، بعد این اسکرو رو میندازیم و داخل اینجا صفر میکنیم. ولی مشخصه انتخابیش اینه که شما اون قسمت کانکشنش که دست شما نیست، فقط میان یه قسمت جی اچ رو انتخاب میکنید و قطر و ارتفاع سطح اباتمنتتون. این اباتمنت های مستقیمی که شسته رفته است. بچه این 2 تا اباتمنت مستقیمه به قول معروف شسته رفته دست نخورده، یعنی نه من میتونم تراش بدم نه تکنسین هم هیچ کاری نه، هیچ بلایی سرش نیاوردیم. فقط بچه دقت کنید، فقط و فقط اینها رو شما میتونید اباتمنت لول قالب بگیرید. اگه این اباتمنت به هر دلیل اباتمنت مستقیمه ولی شما بدتون نمیاد اگه مثلا میگید یه ذره از اینجا شما من تراش بدم، مثلا این 2 تا اباتمنت های ایمپلنتان با هم پارالل میشن. اگه به هر دلیلی شما بخواین اباتمنتتون رو تراش بدید، ریفاین بکنید، اصلاح بکنید، از اباتمنت لول میاین بیرون، حتما باید فیکسچر لول قالب بگیرید. راه میانبر داره، بله، من نمیگم راه میانبرش شما قاطی میکنید، من دوست دارم شما اصولی کار کنید. پس اباتمنتی که قرار دست خورده بشه اباتمنت های مستقیم. اصلا شما نگاه کنید توی کاتالوگا اباتمنت لول فقط ایمپرشناش فقط واسه اباتمنت های مستقیم طراحی شده، یعنی اگه انگله شما ایمپرشن کپینگ اباتمنت لول برای انگل تو هیچ کاتالوگی نمیبینید. پس فقط اباتمنت های مستقیم هست که من میتونم قالبگیری اباتمنت لول داشته باشم، که برای سالید خدمتتون عرض کردم فقط اباتمنت لول، ولی برای تو پیس هر دو روش قالبگیری میتونید استفاده کنید. خب اباتمنت بعدیمون
قبل از اینکه بریم از سراغ اباتمنت های بعدی بهتون گفتم بچه یه وسیله‌ای هست که میتونه به ما گاید کنه که من تکنسین لجو برای من بازسازی بکنه یا نه. اون چیه؟ برناوت کپه یا برناوت سیلندره. این چیکار میکنه؟ توی برناوت هایی که توی سیستم های مختلف هست روی یکی مینویسه سینگل، روی یکی مینویسه بریج. منظور چیه؟ سینگل اونیه که بچه اگه تو تصویرم دیده باشید، حالا من قرمز نکشم که خیلی قرمز در قرمز نشه، اگه اینجا دقت کنید یه لج طراحی شده، یعنی اون اباتمنت آنالوگای شما که روی کست هست، اون یه ساعت پیش اسلایداشو خدمتتون نشون دادم، اون اباتمنت آنالوگایی که روی کستتون هست یه آنتی روتیشن، یه لجی داره. برای تک واحد تکنسین اینو قرار میده روی اون اباتمنت، سرشو میبره. مثلا من اینا رو پاک کنم که بهتون بگم. پس روی تک واحدی، تک کرام، تکنسین اینو قرار میده، سرشو کات میکنه، بعد میاد اینو براتون وکساپ میکنه. خب اینو وکساپ میکنه، این خودش پلاستیکه، روشم با موم وکساپ میکنه، اینو تبدیل به فلز، یعنی عمل کستینگشو انجام میده، این تبدیل به فلز میشه یا حالا زیرکنیا یا هرچی، این تبدیل به فریمتون میشه و شما این فریم تک واحد رو امتحان میکنید. خب داخل این، یعنی فریم و توشو ببینید چیه؟ این لجه دابلیکیت شده. خب این مال تکرام. شما تا اینجا رو انشالله فهمیدید. میریم برای بریج. برای بریج چیکار میکنه تکنسین؟ فکر کنید دندون 4 اینجاست، دندون 6تون هم اینجاست. تکنسین یه دونه از این سیلندرها، برناوت سیلندر، روی این میذاره، یکی هم روی این میذاره، روی دندون 4 و 6تون. چیکار میکنه؟ سر اینو قطع میکنه. در حقیقت این بچه برناوت ها میشه سطح داخلی فریمتون. داخل این هیچ لجی طراحی نشده. تکنسین اینا رو میشونه، کلیک میکنه روی اباتمنت، بعد میاد اینا رو چیکار میکنه؟ وکساپ میکنه، کات بک میکنه، اون یکی دندونم وکساپ میکنه، کات بک میکنه. در نظر بگید مثلا اینجا یه پرمولر پانتیکه. خب پس اینجا من یه برناوت سیلندر، سطح داخلی برناوت سیلندرمه، اینم سطح داخلی اینه. حالا نمیدونم این نقاشی چقدر واضحه، ولی دیگه سطح داخلی این، ببینید سطح داخلی این، فکر کنید دندون 4 و سطح داخلی این هیچ لجی وجود نداره. در حقیقت این برناوت سیلندر بریج اون لج رو دابلیکیت نمیکنه. اینم شما توی کاتالوگاتون میبینید. خب اینجا در نظر بگیرید یه بریج مثلا دندون 5 و 6، تکنسین چون میخواد این لج رو دابلیکیت نکنه 2 تا برناوت سفید رنگ میبنده، سر اینا رو میبره و شروع میکنه به وکساپ کردن و کاتبک کردن و بقیه مراحل. این اسلاید رو برای چی برای شما گذاشتم؟ فقط میخوام بهتون بگم چیکار کنیم که لجه داخل کارمون نیفته و کارو میده و شما امتحان میکنید. حالا این نمونه هایی از کیس های کلینیکیه که از اباتمنت های استریت استفاده شده. قالب گرفتیم، روی کس اباتمنت ها انتخاب شده و مراحل رو ادامه دادیم. خب انگل اباتمنت چیه بچه؟ همیشه همه کارامون انقدر استریت فوروارده، یعنی دندون 4 5 6 اباتمنت مستقیم میذاریم با هم پارالل میکنیم. نه، گاهی اوقات به علت محدودیت های آناتومیک، مثلا تو قسمت پرمگزیلا، جراح مجبوره به خاطر وضعیت آناتومیک اون ناحیه ایمپلنت رو به صورت انگل طراحی کنه و بذاره داخل ریش. گاهی اوقات پس به خاطر محدودیت‌های آناتومیک، گاهی اوقات به خاطر خطاهایی که حین کار پیش میاد. 2 تا فیکسچر شما با هم پارالل نیست، 5 تا فیکسچر شما با هم پارالل نیست، یعنی همش خطا نیست. گاهی اوقات محدودیت‌های استخوانی اینو به ما دیکته میکنه. فضاهایی که مثلا عصب مندیبولار، وضعیتایی که داخل استخوان وجود داره، جراح مجبور یه تیلت باکولینگوالی مزیودیستالی بده. یا اصلا همین تک واحدی که گفتم توی مثلا یه دندون سانترال رو جراح میخواد براتون بذاره، اینو به صورت آپرایت که نمیذاره، چون پرمگزیلا شیب داره، جراح هم مجبور این تیلتو بده به فیکسچرش. پس همیشه با اباتمنت های استریت مشکل من حل نمیشه. گاهی اوقات من مجبورم انگل استفاده کنم. انگلم معمولا
دو تا زاویه معمولا هر سیستمی در اختیار شما میذاره، مثلا 15 و 25 یکی 17 و مثلا 30، حالا هرچی بر اساس اون چیزی که در سیستم شما معرفی کرده و در اختیار شما گذاشته شما استفاده میکنید. بچه از اینجا به بعد صحبت من همه فیکسچر لول باید قالب بگیرید، یعنی هیچ راه دیگه ای بچه وجود نداره. من اگه ببینم این توازی فیکسچرام یه ذره سوال برانگیزه اصلا دیگه بهش فکر نمی کنم، سریع ایمپرشن کوپینگا سطح فیکسچر، حالا کلوز یا اوپن میل خودتون، و قالبمو میگیرم. ساختار اینها به چه صورت هست؟ تمام این اباتمنت ها به صورت دوال هست، یعنی اباتمنت من جدا، اسکروی من جدا. ساختارش چی؟ مثل بقیه ساختارها گفتیم یک قسمت کانکشنش به ایمپلنت، یک قسمت جی اچ داره، یک قسمت پروتزی داره. اینا انتخاباشو من متوجه شدم، ولی قسمت پروتزیشو میام انقدر با زاویهش بازی میکنم که این توی کستم اینا با هم دیگه پارالل بشه. مثلا قسمت خیلی شایع و روتینش مثلا 2 تا سانترال قدامه که شما میخواین قالب بگیرید، جراح برای شما گذاشته و شما میخواین قالب گیریتون رو انجام بدید. میبینید خب اینا همین فقط ایمپرشن کوپینگاتون رو ببندید، متوجه میشید که اینها باید به صورت انگل، یعنی اگه من اینو مستقیم ببندم ممکنه جهتگیریشون اینجوری باشه، یعنی به صورت بیرون زده باشه. پس حتما باید انگل باشه که من بتونم از این قوس پیروی بکنم و 2 تا سانترال برای بیمار بتونم بازسازی کنم که حالت اوورکانتور نشه. پس یکی از پرکاربردترین نواحی که ما از انگل استفاده میکنیم در قدام فک بالا هست و بقیه نواحی بر اساس حالا محدودیت‌های جراحی که ایجاد شده شاید مجبور بشیم از انگل استفاده بکنیم. و اگه دقتم بکنید دیگه تمام این اباتمنت هایی که داریم صحبتشون میکنیم تمام کانکشنشون اون قسمت هگز رو دارن، یعنی دیگه فقط تیپر، مورس و اسکرو نیست، اون قسمت کانکشن به ایمپلنت رو دیگه دارن. یا اینجا میبینید که 3 تا اباتمنت انگل استفاده شده. اباتمنت بعدی چیه؟ میلینگ اباتمنت. این چه اباتمنتیه؟ برای یه قسمت کانکشن داره که ما اینو بلدیم و به صورت تو پیس، کانکشنش هم به صورت هگزه. خب بقیهش چی بچه؟ اینجا جی اچش و قسمت خود ساختار پروتزیش معمولا ضخامت بیشتری داره، تیکنس اون قسمت پراستتیک پارتش بیشتره، یعنی اجازه میلینگ و تراشو به تکنسیان میده، یعنی میتونه قشنگ اینو تراش بده برای شما به صورت کاستومایز در بیاره. کاستومایز یعنی چی؟ یعنی جی اچ در تمام نواحی مثلا 2 میلیمتر نیست، مثلا شما دوست دارید در باکال 2 میلیمتر باشه، به قسمت پروگزیمال که میرسه مثلا 3 میلیمتر باشه، دوباره توی قسمت لینگوال مثلا 1 میلیمتر باشه. این میاد قسمت جی اچ رو برای شما کاستومایز میکنه، یا اباتمنت رو برای شما کوتاه کنه، بلند که نمیکنه البته، کوتاه کنه، فرمش بده. فقط شما دقت کنید اون اباتمنت های انگل و دوال استریت هایی که خدمتتون معرفی کردم معمولا اینا ضخامتاش انقدر نازک است که اگه بخوایم اونا رو هم یه دور تراش بدیم اباتمنتمون سوراخ میشه، ولی این اباتمنت ها معمولا ضخامت زیادی دارن و سوراخ نمیشن. خب تا اینجای صحبتم من 3 تا یعنی یه سالید اباتمنت خدمتون معرفی کردم، ولی برای قالبگیری سطح ایمپلنت 3 تا اباتمنت خدمتون معرفی کردم. یکی مستقیم بود، همون دوال اباتمنت مستقیم، یکی انگل اباتمنت، یکی میلینگ اباتمنت. بچه‌ها این اباتمنت هایی که براتون معرفی کردم برای پروتزهای سمان شونده. یه فلش بک میزنیم به اولین اسلایدی که بهتون نشون دادم. گفتم بچه‌ها پروتز اینجا به 2 قسمت تقسیم میشه، اسکرو تایپ و سمنت تایپ. تا اینجا ما هر چی خوندیم و یاد گرفتیم برای چی بود؟ برای سمنت تایپ بود، یعنی شما اباتمنت رو میبستید، بعد فریم امتحان میکردید، بعد پورسلن امتحان میکردید، بعد نهایت امرم سمان رو هم میزدید داخل پروتزتون میذاشتید و متصل میشد به اباتمنتتون. از اینجا به بعد میخوایم بریم سراغ اسکرو تایپ. اسکرو تایپ یعنی چی؟ یعنی این که من فضای اینتر اوکلوزالم، اون CHS هم اسپیس هم کمتر از 8 میلیمتره، من فضا کم دارم، یعنی فضا برای اباتمنت، فریم، پورسلن، این 3 تا متریال ندارم. اگه مثلا اباتمنت رو بذارم انقدر مجبورم اباتمنت رو کوتاه کنم، مثلا اباتمنت 3 میلیمتر بشه، بعد پروتزم جا بشه روش، و این باعث میشه که بیمار رو هفته‌ای یه بار، ماهی یه بار پروتز به دست، روکش به دست بیاد و شما هی متوسل میشید به سمانهای مختلف.
توی پروتز ثابت چیکار میکردید؟ میرفتید CL میکردید که این CHS اون فضای تاج کلینیکیتون رو زیاد میکردید، بعد میومدید حالا پست یا هر چیزی برای بیمار بازسازی میکردید، دیگه فضا داشتید که اون اباتمنت دندون تراش خورده‌تون ارتفاعش بیشتر بشه و از CL یعنی از قسمت اپیکال کمک میگرفتید و پروتز ایدئالتون رو به بیمار تحویل میدادید. ولی اینجا چی؟ اگه من فضای CHS هم 5 میلیمتر باشه، 6 میلیمتر باشه، اینجا من باید برم جراحی لثه بکنم، بیمار رو بفرستم CL بکنه؟ نه دیگه، اینجا من به فیکسچر و جراحی دست نمیزنم، میام پروتزم رو عوض میکنم. اینجا یه آپشن اضافه تری سیستم های ایمپلنت در اختیار من گذاشته که اینجور مشکلات رو برای من برطرف بکنه. اسکرو تایپ منظور چیه؟ منظور این که بچه لایه فریم حذف میشه. مگه من اباتمنت دندون تراش خورده، مگه من اباتمنت فلزی روش فریم فلزی بعد روش پرسلن، مگه این سلایه رو نداشتم؟ این دفعه فریم حذف میشه و پرسلن انگار مستقیم روی اباتمنت پرسلن گذاری میشه. آیا اباتمنت من این دفعه استوانه‌ای و گرده؟ نه، این دفعه اباتمنت من وکساب میشه، یعنی به شکل یک فول کانتوریه که کاتبک شده برای پرسلن. این تصاویری که شما اینجا میبینید کاملا واضحه. پرسلن شما مستقیما روی این اباتمنت زیری گذاشته شده. نحوه اتصالش چیه؟ این اوریفیس این اسکروها بازه و شما اینجا اون پیچ کوچیکتون رو میندازید و مستقیما کل این مجموعه بریجتون یا این تک واحدتون مستقیم میاد تو داخل فیکچر سفت میشه. قبلا اباتمنت رو سفت میکردیم، بعد پروتز رو سمان میکردیم، اینجا سمان دیگه حذف میشه چون فریم حذف شد. خب از چه اباتمنت هایی باید استفاده کنیم؟ کاستینگ اباتمنت، UCLA اباتمنت، آناتومیک اباتمنت، استتیک اباتمنت، اینا اسمای مختلفیه که شما باهاش برخورد میکنید. اینا چه اباتمنت هایی هستن؟ اباتمنت هایی هستن که کانکشنشون معمولا، نه همیشه، معمولا فلزیه ولی روشون یه قطعه پلاستیکی داره. تکنسین میاد این که روی این قطعه فلزی قرار داره چیکار میکنه؟ میاد یه فول وکساپ انجام میده، به اندازه ضخامت پرسلن ازش بر میداره، به اندازه ضخامت پرسلن کاتبک میکنه و کل این قسمت فلز تحتانی با این قسمت وکساپ شده فوقانی با همدیگه کاستینگش انجام میشه. بعد این قسمت وکساب که تبدیل به فلز میشه چجوری به اون فلز زیری متصل میشه؟ معمولا اینها به دو دسته تقسیم میشن، یا پرشس هن یا نان پرشس. اگه پرشس باشن اینها به صورت شیمیایی، یعنی شما مجبورید کاستینگتون رو، اون کاستینگ فوقانیتون هم از آلیاژ های پرشس مثل طلا استفاده کنید که باند شیمیایی بین این دوتا ایجاد بشه. اگه به صورت نان پرشس دارید کار میکنید، یعنی اینها نان پرشسن، معمولا رو دیواره اینها یه آندرکات هایی طراحی شدن که اون کاستینگتون به صورت مکانیکال به این متصل میشه. پس باندمون یا مکانیکاله یا به صورت شیمیاییه. معمولا ما از آلیاژهای چون پرشس خیلی هم قیمتش بالاست هم سنگینه استفاده نمی کنیم، از نان پرشس استفاده می کنیم. پس برای ریختگی معمولا گیر مکانیکال ایجاد میشه. رو اون دیواره فلزی اباتمنت قسمت تحتانی یک شیارهایی طراحی شده تو همین شکلی که شما دارید میبینید. یک شیارهایی روی بدنش طراحی شده که وقتی میاد روش رو وکساپ میکنه به صورت گیر مکانیکی این کاستینگ جدیدتون به کاستینگ قبلیتون اینها به هم فیوز میشه، متصل میشه. خب در ادامه صحبتامون که وقتی ما فضا کم داریم در حقیقت انگار که فریم حذف میشه، از UCLA اباتمنت استفاده میکنیم و این فریممون همون اباتمنتمونه، اینو امتحان میکنیم و بعد از اینکه حالا یا تک واحد یا چند واحد امتحان کردیم مشکلی نداشت، تکنسین مستقیما میاد روی اینو پرسلن گذاری میکنه و تا آخر این اوریفیس بازه که بعد از اینکه به بیمار تحویل دادیم با پنبه اوریفیس رو میبندیم و روش کامپوزیت میذاریم. این هم یه کیس دیگه که با هم میبینیم. این هم یه کیس دیگه هست. این دندون 4 ما فضا کم داریم، قالب گرفتیم، روی کست فریمش و همون اباتمنت دیگه با همه ساخته شده، داخل دهان امتحان شده، پرسلن گذاری انجام شده، این اوریفیس رو میبینید که بازه
و نهایت کار گلیز شده رو تحویل بیمار دادیم. این تک واحدی که اینجا هست. خب اینم برای اسکرو تایپ. پس تا اینجا ما عمده اباتمنت ها رو یاد گرفتیم، کاربرداش هم یاد گرفتیم. بچه ام پی اباتمنت شاید خیلی به کارتون نیاد، ولی اسمشو باید به گوشتون بخوره و کاربرداش و این که به چه دردمون میخوره رو باید بلد باشید، ولی شاید واقعا هیچ وقت هم ازش استفاده نکنید. بچه ام پی اباتمنت همون کانکشن ها رو داره، یعنی یه قسمت کانکشن به فیکسچر رو داره، جی اچ داره و قسمت پروتزی، ولی این پروتزیش داستان داره. NP اباتمنت در حقیقت اباتمنتی نیست که روکش بیاد روی این سمان بشه، پیچ بشه. پس این چیه؟ این برای اصلاح زاویه است. مالتیپل اباتمنت، NP اباتمنت، حالا اسمای مختلفی توی کاتالوگ‌های مختلف داره. معمولا NP اباتمنت ها اگه زاویه 2 تا ایمپلنتتون نسبت به هم بیش از 60 درجه باشه، شما باید یه NP اباتمنت ببندید روی فیکسچرتون و یعنی که زوایای داخلی فیکسچرها رو اصلاح میکنه و بیاین از روی NP اباتمنت تازه قالب بگیرید. پس صحبت NP اباتمنتمون این بود که NP اباتمنت برای اصلاح زاویه‌ای که بیش از 60 درجه با هم دیگه اختلاف دارن. بعد NP ها رو که شما بستید، خب تازه میاین از روی تک تک اینا قالب میگیرید. چه جوری قالب میگیرید؟ ایمپرشن کوپینگ. خب من ایمپرشن کوپینگم رو ببندم، بعدش چیکار باید بکنم؟ بعد آنالوگ NP اباتمنت رو ببندید. من دیگه اسلایدهای اینا رو من کامل نذاشتم، چون شما خیلی از این قرار نیست استفاده کنید و گیج میشید. یه دفعه بهتون بگم 4 روش قالب گیری، شما همون 3 روش اولیه رو بلد باشید کافیه. فقط این تو ذهنتون باشه که NP اباتمنت نهایت کارمون میشه اسکرو تایپ، خب، و این که بیشتر توی اووردنچرها استفاده میشه زمانی که میخوایم بار اتچمنت استفاده کنیم، یعنی هم توی اسکرو تایپ و هم اووردنچرهای بار تایپ استفاده میشه. در چه شرایطی؟ در شرایطی که اختلاف زاویه ایمپلنت ها نسبت به هم 60 درجه باشه. اگه نبود چی؟ از همون UCLA اباتمنت استفاده میکنیم و مشکل ما رو حل میکنه. ما دوست نداریم یه قطعه سوم دیگه اضافه بکنیم و پیچ های مجموعمون هی اضافه تر بشه. پس NP اباتمنت مربوط به اصلاح زاویه هست. خب اینم معرفی اباتمنت ها و قسمت آخر صحبت من در مورد اسکرو درایور ها و تورک رنچ ها هستن. اسکرو درایور ها بچه به 2 دسته تقسیم میشن، یا به صورت دستی هستن شما استفاده میکنید، یا به صورت لچ تایپ هستن که داخل آنگل اینها رو ما استفاده میکنیم. تورک هامونم که میخوایم حالا اباتمنت رو بر اساس یک نیروی مثلا 30 نیوتنی ما اینها رو صفر کنیم، معمولا از رچت یا تورک رنچ ها استفاده میکنیم که به 2 دسته تقسیم میشن. یا به صورت فنری هستن، یعنی ما اینو انقدر صفر میکنیم میکشیم فنرشو تا به اون نیوتنی که شرکت توصیه کرده برسیم، یا اینکه نه در ناحیه گردن اینا میشکنن، یعنی شما این انتها تنظیم میکنید، حالا برای این اینجاست، تنظیم میکنید روی 30 نیوتن، بعد انقدر این دسته رو هی میچرخونید صفر میکنید، جایی که گردن این رچت میشکنه یعنی اون نیوتنی که شما تنظیم کردید. پس رچت ها به 2 دسته هستن، یا فنری یا از قسمت گردن قراره بشکنن. خب برای صفر کردنش چیکار باید بکنم؟ اون اسکرو درایور مخصوص اون اباتمنت رو میذارید، بعد بر اساس اینکه حالا رچتتون به صورت فنریه یا به صورت حالا از قرار از سمت گردن بشکنه، سوار اون میکنید و صفر میکنید. صفر کردن هم معمولا در 2 نوبت انجام میشه، انجام میدید، 10 دقیقه صبر میکنید و دوباره این کار رو انجام میدید که اگه احتمال اسکرو لوزرینگ وجود داشته باشه تو مرحله بعدی اینو شما برطرف میکنید. صحبت‌های من همینجا تموم شد. ممنون از تحمل و صبر شما که حالا سخنرانی ما رو تحمل کردید و گوش کردید. در مورد جی اچ مناسب من توضیح دادم. ضخامت سافت تیشو رو اندازه میزنید، معیارمون سمت لیبیال و باکال هست چون ناحیه استتیک زونمون هست. اگه شما میخواین از اباتمنت های معمولی استفاده کنید یعنی کاستمش نمی کنید،
پس معیارمون باکال هست. هر چقدر ضخامت سافت تیشومون باشه 0.5 تا 1 میلیمتر کمتر از اون رو انتخاب میکنید برای اینکه مارژین اباتمنتتون در داخل سافت تیشوتون بیفته، یعنی بیرون از سافت تیشو نیفته. اگه ضخامت بافت نرمم 3 میلیمتر هست، من میتونم از جی اچ 2.5 یا 2 استفاده بکنم که مارژینم بره پایین و مارژینم بیرون از ناحیه اکسپوز نشه و استتیک بیمار به مخاطره نیفته. در مورد میلینگ، بچه میلینگ کجاها استفاده میشه؟ جایی که شما میخواین اباتمنت کاستم درست کنید. منظور چیه؟ شرکت های مختلف رو من دارم میگم، مثلا شرکت ایکس ایگرگ اینا رو من نمیگم. گاهی اوقات شرکت میگه اباتمنت استریت من حد اکثر ارتفاعش مثلا 5 میلیمتره، ولی من یه فضای بیدندانی دارم مثلا 12 میلیمتر، دوست دارم اباتمنتم یه اباتمنت 9-10 میلیمتری داشته باشم، چون اگه قرار همه اینها رو به خرج فریم و پورسلن جبران بکنم، خب احتمال اینکه اون پروتز من لوز بشه هست. من دوست دارم اباتمنت من بلند باشه که ریتنشن و رزیستنس منم بالاتر بره. پس جاهایی که شما محدودیت ارتفاع دارید یا نیاز به تراش جزئی دارید، مثلا در حدی نیست که از اباتمنت انگل 15 درجه شما استفاده کنید، مثلا میگید شاید یه ذره 3 درجه من تیپر کنم مشکل توازی پایه های من حل بشه، ترجیحاً به اینه که از میلینگ اباتمنت استفاده کنم. میلینگ اباتمنت خدمتتون عرض کردم ضخامت خیلی زیادی داره و قدرت تراش به شما میده، ولی اگه یه اباتمنت استریت رو شما بگیرید تراش بدید پرفوره میشه، سوراخ میشه. پس اگه شما میتونید از اباتمنت های موجود استریت و انگل دست نخورده استفاده کنید با جی اچ های موجود چه بهتر. اگه نه این اباتمنت های موجود در کاتالوگ خواسته های شما رو برآورده نمیکنه، میاین از میلینگ یا به اصطلاح پرمیل اباتمنت هم میگن، اینا دیگه خودتون کاستومایز میکنید، میزان تیپرش، جی اچش، ضخامتش، ارتفاعش، اینا دیگه به عهده شماست و شاید دستتون بازتر هست. اسکرو سمنت که من اینجا مطرح نکردم همون در حقیقت پروتزهای سمان شونده هستن، ولی گاهی اوقات کلینیسیان و تکنسیان ترجیح میدن که محل اسکرو رو باز بذارن. پس شما تمام قالبگیریتون به صورت ایمپلنت لول بوده، انتخاب اباتمنتتون همینایی که خدمتتون عرض کردم، روکشتون، طراحیتون همه سمنت تایپ بوده، فقط اومده چیکار کرده روی فریم اینو محل اسکرو رو برای شما سوراخ و باز گذاشته. برای چی؟ که اگه زمانی اسکرو لوزنینگ ایجاد بشه شما جای اوریفیسش رو بدونید. البته حالا شاید به نظر شما مزیته، ولی من خودم هیچ وقت همچین کاری رو نکردم، به خاطر اینکه همین که شما ساختار فلز رو میاین مخدوش میکنید و یه اوریفیس روش طراحی میکنید، احتمال چیپینگ پورسلن و شکستگی رو میبرید بالا. یعنی ما اولویتمون به سمنت تایپه و به صورت کانونشنال ما کار کنیم. اگه سوالتون اینه که دائم دباند میشه، پس این طراحی اشتباه بوده، یعنی از اول باید اسکرو تایپ کار میشده نه اسکرو سمنت. کلمه سمنت که میاد مال جاهایی که CHS تون بالای 8 میلیمتر باشه. بین زیرکونیا و PFM هر چقدر من حالا نمیتونم خیلی نت و واضح در یک جمله اینو توصیه‌مو بگم، ولی هر چقدر تو ناحیه استتیک زوم باشه 100% دیگه بیمارای الان انقدر ماشاءالله هوشیار هستن که میان بهتون میگن که این جنس روکشی که برای من میذاری چیه، یعنی خودشون صاحب نظرن. وقتی بیمار اصرار به زیرکونیا داره که خب من 100% زیرکونیا کار میکنم، ولی استتیک زون 100% زیرکونیا، ولی نواحی خلفی واقعا شاید در صورتی که شما از متریالتون، از بلوکی که داره استفاده میشه، از همه ساختار مکانیکی شیمیایی چیزی که داره برای شما استفاده میشه مطمئن هستید، شاید در نواحی خلف تفاوتی نکنه، ولی تو نواحی قدام استتیک زون که حتما زیرکونیا، ولی در نواحی خلف بستگی به شما و لابراتوار و تقاضای بیمار داره.